تمام این روزها با بوی عطر جامونده تن گیسو رو لباسی که شقایق آورده بود سر می‌کردم. اگه عشقی نبود اجازه بدم با هر کسی که حالش خوبه زندگی کنه. تمام غرورم و له شده زیر پام حس می‌کردم. فکر نمی‌کردم گیسو چنین بازی با من کرده باشه. شایدم حق داشت. نمیتونست مردی رو که باعث مرگ مادرش میدونست تحمل کنه. قلب و وجودم میخواستش، ولی اصلا نمیتونستم اون صحنه رو فراموش کنم. شبی که توی مهمونی سشاد خورده بود و مست بود، میونه اون همه مرد غریب منو شناخت. اما حالا راحت خودشو توی آغوش عطا انداخت و اونو. سردردم با هیچ مسکنی آروم نمیشد. ترجیح دادم از هم جدا بشیم. اونقدر از پنهان کاریاش عصبانی بودم، چون اخلاق خودمم میشناختم. میدونستم هیچ وقت نمیتونم باش کنار بیام. شماره پیمانو گرفتم. دلم نمیخواست از خیانتش چیزی بگم. موضوع طلاقو گفتم. پیمان با تعجب گفت: چرا شهریار؟ همسرت که خیلی خوبه. پیمان، من حوصله این نصیحت برادرانه تو رو ندارم. اگه نمیتونی برم سراغ یه وکیل غریبه. اما خانوم تو بارداره، باید. پریدم توی حرفشو گفتم: نه، باردار نیست. کارا رو انجام بده لطفاً. پیمان شوکه بود. اما من و اخلاقمو میشناخت که وقتی تصمیم یه کاری رو بگیرم هیچ کس نمیتونه پشیمونم کنه. گفت: فکراتو کردی؟ چی کار باید کنم؟ چقدر طول میکشه تموم بشه؟ باید خانومتم وکیل داشته باشه، منم وکیل خودت. یه ماهی طول میکشه. دلم نمیخواست اونقدر زمان طولانی بشه، اما انگار چاره ای نبود. حالم خراب بود و دلنگران گیسو بودم. اما وقتی تماساش رو روی گوشیم می‌دیدم میفهمیدم سالم و حالش خوبه. تا اینکه از تماس گرفتن خسته شد. 2 روزی میشد ازش بیخبر بودم. تاب نداشتم، بیخوابی داشت امونمو میبرید. اما حالا که قرار به جدایی بود، این بیخبری ها رو باید تحمل میکردم. توی بیقراری خودم دست و پا میزدم که یه شب انیس با هم تماس گرفت و گفت: خدا مرگم بده مادر، گیسو با این پسر چیکار کرده؟ حیثیت و آبرومون رفت. چشمام میل به باریدن داشت. اصلا دلم نمیخواست آبروریزی به بار بیاد، اما معراج زهر خودش رو ریخت. با اینکه مغز منو به ارتباط گیسو عطا روشن کرد، ولی دلم نمیخواست اینطوری آبروی گیسو رو ببره. با عصبانیت داخل ماشین نشستم. سمت خونه حرکت کردم. دل توی دلم نبود. با سرعت خودم رو به خونه انیس رسوندم. معراج خونه بود. طبق معمولش برای انیس خوش رقصی میکرد که سر رسیدم. جلو رفتم بدون هیچ مقدمه‌ای. یقه‌شو گرفتم و گفتم: به چه حقی پشت گیسو حرف میزنی؟ همین الان اون فیلمو حذف کن معراج، وگرنه میکشمت. دستمو گرفت و گفت: بریم توی اتاق، کارت دارم خانداداش. پشت سرش قدم برداشتم. وقتی وارد اتاق شدیم گفت: چشمت افتاد به یه دختر ترگل برگل، خواهر دستگلمون. یادت رفت؟ یادت رفت چقدر سرزنده بود؟ چی باعث مرگش شد؟ بی‌آبرویی. بابا واسه چی مرد؟ بی‌آبرویی. هدف تو از ازدواج با اون دختر چی بود؟ بی‌آبرو کردنش. خواستم توی گوشش بخوابونم که مچ دستمو گرفت و گفت: زنت هرزه بود شهریار، بفهم. قلبم تیر کشید. سرش داد زدم: خفه شو. همین الان این فیلمو پاک کن معراج، وگرنه. جلو اومد و گفت: این فیلم سراسر محله گیسو پخش شده شهریار. دندون به هم سابیدم. یقه‌شو گرفتم و گفتم: تو چه غلطی کردی بی شرف؟ اون هر کیه تو هست برا من دختر قاتل پدر و خواهرمه. البته قاتل احساس من برا آرامشم نیاز داشتم انتقام بگیرم. اما زن تو هم پایه بود. تو رو برا رفع مالی نگه داشت تا به عشقش برسه. حالم که تو بی غیرتی و نگهش داشتی، اختیارش دست خودته. وقتی که گفت زن تو هم پایه بود، تنم سوز شد. انگار بی قدرت ترین آدم روی زمین بودم. اولین بار که بعدها گفته بود دوستش داره، نامشو خودم باز کردم. کاش همون اول میفهمیدم این انتقام تهش خودمو میسوزونه. از اتاق بیرون رفتم. دلم نمیخواست حرف دیگه‌ای بشنوم. اما انیس صداش بلند شد و گفت: شهریار، مادر مطمئنی اون بچه توی شکم گیسو مال خودته؟
اشکامو پنهون کردم. جوابی ندادم که دوباره انیس پرسید. گفتم بهت این بشر بهشون محبت نیومده. ببین دختری چطور سکه پولمون کرد. دیگه حالا کی روش میشه به مردم اون محله نگاه کنه؟ دیگه نمیخواستم اونجا بمونم. کاش عطا رو کشته بودم تا با خوشرخصیاش دل گیسو رو مال خودش نمیکرد. کاش گیسو مال من بود، بچه‌مون واقعی بود. اما حالا هیچ راه برگشتی تو زندگی ما نمونده بود. و چرا هرچی ازش بد میگفتن توی احساس من تأثیر نداشت و بیشتر غیرتی میشدم؟ چرا ازش متنفر نمیشدم؟ حالم داغون بود. دلم میخواست همونجا پشت تلفن زار بزنم. یعنی شهریار قصدش جدایی بود. کاش باورش نمیکردم. مگه آدم عاشق دلش نمیخواد حرفای طرف مقابلشو بشنوه؟ من توی یه منجلاب گیر افتاده بودم که نجاتش دست خودم نبود. تنها راه فرار و ندیدن این مصیبت‌ها فرو رفتن داخلش بود. با اینکه نمیدونستم تهش به کجا ختم میشه. اگه شهریار انتخابش این بود، شاید راه درستم این بود. منم باید با این تصمیم توافق کنم. اینکه با غرور بیخودش منو یه هفته بیخبر گذاشته بود، درست لحظه‌ای که محتاجش بودم، منو یه آدم قوی کرد که بفهمم توی این دنیا فقط خودمم که باید روی پای خودم بایستم. حتی کسی که ادعا میکرد عاشق منه، با شنیدن چند تا حرف منو ترک کرد. آقای محتشم وکیلی بود که شهریار سراغم فرستاد. حالا باید تابع امر ایشون می بودم تا روزی که خبر بده من برسم محضر و کارو تموم کنم. توی این مدت هر بار صدای ماشین می اومد پشت پنجره می ایستادم تا شهریار بیاد. اونقدر تماس گرفته بودم که حالم داشت از خودم بد می شد. گمان می کردم دنیا داره روی خوشش رو نشونم میده. فکر می کردم از این بدتر اتفاقی نیست که سرم بیاد، تا اینکه یه روز منیژه با هم تماس گرفت. صدای لرزونش قلبمو به درد آورد، ولی حرفای دردناکش چیزی نمونده بود منو بکشه. گیسون چه کاری بود کردی؟ تو که میدونی پدرت مریضه، آبرو و حیثیت براش نذاشتی؟ قفسه سینم درد گرفته بود. با صدایی که آروم شده بود گفتم: چی میگی منیژه؟ من کاری نکردم. میدونم پشت سرم حرفه، اما باور نکن خواهشم. چی داری میگی گیسو؟ فیلم توی سراسر محله پیچیده. خودتی همون لباسی که طاهر دوخته تنته. عطا رو میبوسی. حیف خاندادش برا تو. کاش اون بیچاره همون اول ولت میکرد. یعنی خاک بر سرت که با شکم پرت بهش خیانت کردی. اشکام ناخودآگاه از گناهام سر خورد. با صدای لرزون گفتم: من کاری نکردم منیژه. چه فیلمی؟ ببین پسر اصغر آقا فتوشاپ بلده. میگه این فتوشاپ نیست. خواهشن این ورا نیا که بابات داره دوباره سکته میکنه. فریاد زدم: ولی دروغه. اون روز منو به زور. پری توی حرفمو گفت: اینو به منی که میدونم عطا رو دوست داشتی نگو لطفاً. فقط همینقدر بدون آبروی محله رو بردی گیسو. دیگه کسی روش نمیشه توی صورت خاندادش نگاه کنه. دلم مثل آتیش بود. هیچ کس حرفمو باور نمیکرد. حتی اجازه نمیداد توضیح بدم، بگم چی شده. بعد اینکه گوشی رو قطع کردم شماره شقایق رو گرفتم، اما جواب نداد. خودش میدونست به هدفش رسیده. دلم میخواست سرمو به دیوار بکوبم. لباس پوشیدم تا برم خونه بابام، لااقل به بابا هاشم ثابت کنم حرفای پشت سرم پاپوشه. حالم بد بود. اصلا نمیدونستم اون بی‌وجدان چی به سرم آورده. اون فیلمی که منیژه میگفت چیه. توی اون چند روز چشمام کم سو شده بود. مدام فشارم میافتاد، اما دیگه هیچی برام مهم نبود. با همون حال بدم باید میرفتم سراغ بابا هاشم. جلوی در داشتم کفش پام میکردم که یه دفعه در باز شد و شهریار وارد شد. قلبم به تلاطم افتاد. خواستم نگاهش کنم، اما نگاهش رو از من گرفت. یک کلمه هم صحبت نکرد. کاش میشد ورق برگرده، شهریار همون آدم سابق بشه. اما صورت خشنش اصلا نمایانگر صلح نبود. از کنارم عبور کرد، سمت اتاقش رفت، اما وقتی هنوز دور نشده بود گفتم: یعنی میخوایم جدا بشیم؟ جواب نداد. احساس کردم همون لحظه فرو ریختم. حالم آشوب‌تر شد. از اینکه این سوالو پرسیدم پشیمون شدم. شهریارم به هم ریخته بود. شاید حق داشت، اما حق نداشت تهمتی که به من خورده رو باور کنه.
حق نداشت توی شرایطی که تمام وابستگی من به خودش بود و فقط اون میتونست کمکم کنه رهام کنه. از خونه بیرون رفتم. پشت سرم شهریار با جعبه‌ای که توی دستش بود بیرون اومد و پرسید کجا میری؟ جواب ندادم، مثل خودش برخورد کردم. منتظر بودم جلو بیاد، دوباره چیزی بگم و ماشینش رو روشن کرد، جلوتر از من دور شد. توی اون سرما تمام صورتم یخ زده بود. اشکام مثل آتیش توی اون سرمای وحشتناک بود. سر خیابون ماشین گرفتم. جلوی در خونه بابا پیاده شدم. چند بار در زدم که عمه اومد بیرون. با دیدن من هینی کشید و گفت تو اینجا چی کار میکنی؟ متعجب گفتم اومدم بابامو ببینم عمه. برو عمه جان، بابات نمیخواد تو رو ببینه. یعنی چی؟ من باید ببینمش. یه دفعه عمو بیرون اومد، با یه نگاه به صورتم انداخت و گفت دختر یه هرزه اینجا چه غلطی میکنی؟ سوزش عمیقی گلوم داشت خفم میکرد. گفتم چرا اینطوری حرف میزنید؟ یه دفعه یه سیلی محکم روی صورتم خورد. دستم و کنار صورتم گذاشتم، جلوی ریختن اشکامو گرفتم و گفتم میخوام بابامو ببینم. عمو گفت اما بابات نمیخواد تو رو ببینه. فکر کردی اون شبی که یه برگر رو کردی بگی خطا کار نیستی حرفتو باور کردیم؟ نه باور نکردیم، به خاطر خانداداش بود که سکوت کردیم. اون بیچاره آبروی تو رو خرید، اما نمیدونست تو عوضی تر از این حرفایی. صدامو بلند کردم بی توجه به اینکه عمو بزرگتر از منه. گفتم عوضی و بی غیرت تو هستی که نمیدونه چی به سرم اومده اما داری قضاوتم میکنی. برو کنار، میخوام بابامو ببینم. عمه دستمو گرفت، به تندی منو عقب کشید و گفت بابات خوب نیست تو رو ببینه، بدتر میشه، برو دیگه. میخوام از زبون خودش بشنوم که دوست نداره منو ببینه. عمه سرشو نزدیک آورد، گفت بابات حالش بدتر میشه گیسو. از وقتی اون فیلمو نشونش دادن حالش بدتر شده، ولی شوهرتو همچنان حمایت مالی میکنه. برو گیسو، تو تمام پولای پشت سرتو خراب کردی. حتی من خودم با چشمای خودم دیدم چقدر به خودت رسیدی و بیرون رفتی. اشکام سرازیر شد. دلم میخواست حرف بزنم، یه نفر حرفمو باور کنه. گفتم اما اینا همه بهتون پشت سرمه. نمیدونم چطوری خودمو ثابت کنم. نمیدونم چی کار کنم که حرفمو باور کنید. عمو جلوتر اومد. میخواست زور بازوشو به رخم بکشه که عمه گفت عقب بکش حمید. به خدا که دلم میخواد خودم زنده به گورت کنم گیسو. الانم گم شو از این محله بیرون. این کار از اولم نبودی. عقب کشیدم. حالا حال سوگند رو درک میکردم. کاش منم مثل اون جسارت داشتم، به زندگیم پایان میدادم. برام عجیب بود اون که پدر و برادراش براش جون میدادن چرا این کارو کرده بود. توی محل قدم میزدم. نگاه آدم‌ها داشت منو تا زیر زمین میبرد. کاش قلبم میایستاد و تموم میشدم. حالا تنها ترین آدمی بودم که توی این دنیا نفس میکشید. نکنه شهریار به هدفش رسیده بود؟ مگه قصدش از ازدواج با من همین نبود؟ مگه نمیخواست انتقام بگیره منو بی‌آبرو کنه؟ توی سرم کلی سوال بود. هیچ امیدی برای بهبود زندگیم نداشتم. ولی من ضعیف نبودم که اجازه بدم این حرفا پشت سرم باقی بمونه و خودمو از این دنیا حذف کنم. به خونه رسیدم. توی خونه تاریک بود، درست مثل قلب من. روی مبل نشستم، به یه گوشه خیره شدم. چرا اشک چشمام خوش نمی‌شد؟ توی سرم هزار تا مشکل ردیف شدن. بعد طلاق کجا برم؟ چی کار کنم؟ چطوری ادامه بدم؟ یعنی شهریار اونقدر نامرد بود که منو تنها بذاره؟ میدونستم زندگیم داره رنگشو عوض میکنه، یه رنگی که شبیهشو تصورم نکردم. نه پول داشتم، نه هنری که بخوام ازش پول در بیارم. شاید میرفتم یه آرایشگاه، اجازه میداد اصلاح ابرو رو من انجام بدم. ولی دروغ چرا؟ منی که بلد نبودم کاری کنم چطور انجام میدادم و پول میگرفتم؟ هر روز که میگذشت بیشتر به نبود شهریار عادت میکردم. منی که دلم جز یه زندگی راحت هیچی نمیخواست، حالا داشتم توی بدترین شرایط روزم و شب میکردم. بعد بریدن موهام حتی دلم نمیخواست توی آینه به خودم نگاه کنم. انگار تمام زیبایی من توی موهام خلاصه شده بود. نمیدونم چقدر گذشته بود.
انگار تمام روزا رو فراموش کرده بودم. فقط منتظر روزی بودم که تلفنم زنگ بخوره برای جدایی به محضر برم. بالاخره اون روز رسید. بردیا محتشم به گوشیم زنگ زد. سلام، حکم طلاق صادر شد. دیگه باهاتون کار ندارم. ساعت و تاریخ رو خدمتتون پیامک میکنم. صدام لرزون بود. تنها نمیتونستم جایی برم. قلبم از حضور توی محضر آتیش بود. گفتم نمیشه شما هم همراه من بیاین؟ من کسی رو ندارم، حالم بد میشه. کمی مکث کرد و گفت مشکلی نداره، همراهتون میام. روز محضر رسید. قبل اینکه آماده بشم توی یه نامه تمام اتفاقاتی که سرم اومده بود و نوشتم تا خالی بشم. اما لازم بود شهریار اون نامه رو از اول تا آخر بخونه که بی‌دلیل تهمت‌های پشت سرمو باور کرد و حرفامون نشنید. نامه رو روی میز گذاشتم. موهایی که خودش بافته بود و داخل جعبه نگه داشته بودم روی میز کنار نامه گذاشتم. لباسایی که حالا توی تنم زار میزد تنم کردم. هر چی که لازم بود برداشتم. به اطراف خونه نگاهی کردم. با حسرت برای همیشه از آن خونه بیرون رفتم. هوا بوی بهار میداد، ولی انگار شروع خزان زندگی من بود. آدرس رو از توی گوشی برداشتم و به محضر رفتم. بعد اون امضای وکالتنامه‌ای که پیمان برام آورده بود، اولین بار بود که میخواستم وکیلم رو ببینم. باید باهاش حرف میزدم و دنبال یه راه شکایت برای اون فیلم پخش شده میگشتم. به محضر رسیدم. دنبالش میگشتم اما نمیدونستم کیه که خودش با توجه به عکسای مدارکم منو شناخت. جلو اومد. یه مرد جوون با ظاهری آراسته و شیک جلو اومد و گفت آقای رستمی اومده، بفرمایید داخل. چشمامو بهش دوختم. با حسی که داد میزد بی‌کس‌ترین آدم دنیام نگاهش کردم و گفتم شما نمیایید داخل؟ دستشو سمت در گرفت و گفت بفرمایید. قلب بیقرار من تون میزد. بعد از مدت‌ها قرار بود با شهریار روبرو بشم. جلوتر وارد شدم، دیدم شهریار با موهای بلند و محاسنی که معلوم بود مدت‌هاست اصلاح نشده رو صندلی پاشو تکون میداد. جلوتر رفتم و گفتم سلام. توی محضر نشسته بودم، داشتم فکر می‌کردم چی شد که به اینجا رسید. اگه همون اول دم عطا رو پیچینی کردم یا به این مرحله میرسیدم. زنگ صدای گیسو رو از بر بودم. وقتی که گفت سلام، قلب من بود که داشت از جا کنده میشد. گیسو وارد شد. نگاه کوتاهی بهم انداخت، بعد نگاهش رو از من دزدید. قلب پر از تپش من بعد از این همه بلایی که سرم اومده بود هنوزم از عشقش تند به سینه میکوبید. محضردار جواب سلامشو داد، اما وقتی دیدم پشت سرش یه بچه ژیگول آرزده وارد شد، رگ غیرتم بالا زد. گفتم جنابالی کی هستید؟ گفت بنده وکیل خانم پیرایه هستم. لازم نبود اینجا باشین. خودشون صلاح دیدن و من اطاعت امر کردم. اما محضردار اجازه نداد حرفم تموم بشه. گفت زودتر تشریف بیارید صیغه طلاق جاری بشه. شاهدتونم کار داره. گیسو جلو وایساد و گفت کجا رو باید امضا کنم؟ دستای سفید و توپلش حالا لاغر شده بود. بدون هیچ تردیدی صفحه رو امضا کرد. روی صندلی نشست، اما من توان نداشتم. دستم روی کاغذ می‌لرزید. از امضای اون برگ کاغذ واهمه داشتم. خودکار روی کاغذ بود. دچار تردید شده بودم، اما با صدای محضردار به زور تونستم برگه رو امضا کنم. صیغه طلاق که جاری شد انگار یه تیکه از تمام وجودم جدا شد. تمام تنم خیس عرق شد. دلم میخواست برگردم. دلم نمیخواست این جدایی اتفاق بیفته. اما تمام شد. هیچی نشنیدم، فقط فهمیدم که تموم شده. گیسو بلند شد، یه چیزی به وکیلش داد و گفت بدین با آقای رستمی. نتونستم تاب بیارم. پشت سرش راه افتادم و گفتم گیسو یه لحظه وایستا. مسیر رو ادامه داد. فریاد کشیدم گیسو با تو هم وایسا، کارت دارم. یه لحظه برگشت نگاهم کرد و گفت من با شما هیچ حرفی ندارم. به هدفتون رسیدین، اما من نمیتونم خودم رو بکشم که به آرزوتونم برسین. هر کاری هست با وکیلم در میون بذارید. همینطوری نگاهش میکردم. دیدم چقدر پژمرده شده. جلوتر رفتم. خواستم روی موی کوتاهی که از لای روسری بیرون اومده دست بکشم که عقب رفت. گفتم موهاتو کوتاه کردی؟
توی چشمام که زل زد حالم دگرگون شد. برگشت تا بره اما گفتم کارم تموم نشده گیسو. وایساد با عصبانیت بهم گفت الان با من کار داری؟ الان که برا من همه چی تموم شده؟ برو پی کارت لطفاً. اشکامو پنهون کردم. نمیدونم چرا حالا دلم میخواد صداشو بشنوم. گفتم گیسو اینو بدون هیچ کس مثل من پیدا نمی‌کنی که به این اندازه دوستت داشته باشه. اونقدر که رهات کنه تا بری با کسی که دوستش داری زندگی کنی. نیشخندی زد و گفت تا اگه دوستم داشتی حداقل حرفای منو میشنیدی. درست لحظه‌ای که بهت نیاز داشتم رهام نمی‌کردی. بغض داشت گلومو میسوزون. گفتم تو به من چه نیازی داشتی گیسو؟ تو یه بار بهم نگفتی دوستم داری اما اون بی‌شرف و بوسیدی. انگار حرفم مثل آتیش افتاد توی جونش و گفت دیگه الان حرف من و تو به هیچ دردی نمیخوره شهریار. تو برو دنبال زندگیت، منم میرم دنبال بدبختیم. مثل همیشه. اما این بار من تک و تنهام بدون پدر و مادر. کلید خونتم دادم به آقای محتشم. از امروز فکر کن گیسو مرد. همین که از من دور شد انگار منم مردم. تمام وجودم آتیش گرفت. انگار قرار گذاشته بود با حرفاش شعله آتیش درونم رو روشن کنه و روش بنزین بریزه و بره. نگاهم به قدم‌های تند و ناهماهنگش قفل بود که محتشم پشت سرم ظاهر شد. کلید خونه رو سمتم گرفت و گفت خانم پیرایی گفتن اینو بهتون بدم. اصلا از اون بچه ژیگور خوشم نمی‌اومد. کلید خونه رو داده بود بهم و من یادم رفته بود مهریه‌شو بهش بدم. سمت گیسو دویدم صداش کردم. اما اون با اولین ماشینی که جلوش ترمز گرفت سوار شد و رفت. محتشم پشت سرم وایساد و گفتن کاری داشتین به من بگین. لطفاً اونقدر مزاحمت براشون ایجاد نکنید. با حرفش تمام تنم گرد گرفت. بلند گفتم تو چرا ناخوده آش شدی؟ دلم میخواد مزاحم میشم. به تو چه ربطی داره؟ الان نسبت من از شما بیشون نزدیک تره. من وکیل فعلی هستم. شما همسر سابق. دلم میخواست تمام خشمم رو توی صورت اون بچه پررو خالی کنم که پیمان سر رسید. جلوی پام ترمز گرفت و گفت تموم شد. پیمان با وکیل گیسو سلام گرمی کرد. بعد از من خواست توی ماشینش بشینم. اونقدر عصبانی بودم همینطور غر میزدم که پیمان گفت کلید خونش رو بهش دادی؟ محکم روی پیشونیم زدم. گفتم ندادم پیمان ندادم. پسره بیشرف تمرکز برام نذاشته. این گیسو هم رفته گشتی یه پسر جوون پیدا کرده که هی بگه با وکیلم صحبت کن. حرص منو در بیاره. پیمان چهرش رو تغییر داد. سری سویچ ماشین رو چرخوند و گفت این بنده خدا هم وکیل 1000 تا پرونده زیر دستشه. کاری نداره که. همه وکیلا نخوده آش میشن. اداشو در آوردم و گفتم مزاحم خانم پیرایه نشی. خب مردک معلوم نیست چه خوش رقصی کرده که زن ساده من تو رو انتخاب کرده. پیمان ساکت بود. دلیل این سکوتش رو نمیفهمیدم. گوشیشو در آورد با گیسو تماس گرفت. خواست یه گوشه وایسه تا خونه‌ای رو که براش خریدم به عنوان مهریه بهش بدم. یه تاکسی وایساده بود. پیمان پیاده شد و گفت تو نمیخواد پیاده بشی؟ اما من بی توجه به حرفش پیاده شدم تا بهش گوشزد کنم کار درستی نکرده اون وکیل رو انتخاب کرده. گیسو پیاده شد. منو که دید سر چرخوند سمت پیمان و گفت راستی قبل هر چیزی ممنونم بابت وکیلی که فرستادی. آقای محتشم خیلی کمک کردن. یه لحظه از حرف گیسو جا خوردم. پس پیمان نامرد اون وکیل جوونو برای زن من انتخاب کرده بود وگرنه گیسو حال گشتن نداشته. حالا بعد اینکه کارم راه میافتاد باید از خجالتش در می اومدم. تمام صحنه‌ها توی ذهنم نقش بسته بود. انگار شهریار پشیمون شده بود. اما نه. اگه پشیمون بود چرا برگر رو امضا کرد؟ دلم نمیخواست دیگه بهش فکر کنم. برام تموم شده بود. راننده تاکسی وقتی از من پرسید کجا برم یه لحظه زبونم بند اومد. آخه کجا رو داشتم برم؟ ممکن بود بازم بابا هاشم منو راه نده. عمه یا منیژه منو داخل خونشون راه نمیدادن. شاید یه مسافر خونه جایی میشد پناه گرفت. به زور داشتم شرایط رو تحمل میکردم. میدونستم توی اون شرایط فقط حال من داغون‌تر از شهریاره. باید یه کاری میکردم که هم بیگناهی من ثابت بشه و همون کسی که با آبروی من بازی کرده به سزای عملش میرسید.
توی فکر و خیال خودم گم بودم که گوشیم زنگ خورد. پیمان بود و گفت با هم کار داره. منم از راننده خواستم بایسته. خیلی معطل نشدیم که پیمان رسید، اما وقتی شهریار رو هم دیدم دستام به لرزه افتاد. پیمان جلو اومد، شهریارم پشت سرش به طرف من راهی شد، اما من بی‌محلی کردم، حتی دلم نمیخواست بهش سلام کنم. توی این مدتی که شهریار نبود، پیمان زحمت زیادی کشیده بود. بی‌معرفتی بود برای وکیلی که برام فرستاده بود تشکر نکنم. حرفمو که زدم چهره پیمان سرد شد. نمیدونم چرا پیمان خیلی با اضطراب جواب داد و زیاد مایل نبود از رفیقش صحبت کنم. میخواست بره سر اصل مطلب. دستشو سمت شهریار گرفت. شهریار یه جعبه متوسط از توی ماشین آورد و به پیمان داد. انگار اونم برای من جعبه آماده کرده بود، اما قبل اینکه جعبه رو طرف من بگیره شهریار گفت عجله داشتی مهریت رو نبردی؟ پیمان سعی داشت شهریار رو ساکت کنه، پری توی حرفش و گفت کلید یه خونه است و سویچ یه ماشین به همراه مقداری پول، یه حسابی که داخلش پوله برای گذروندن امور زندگیتون. از اینکه توی اون شرایط نگران من شده بود متعجب شدم. اون که فکر میکرد من با عطا سر و سری دارم چرا نگران جا و مکان من بود؟ دیگه افکار مغز شهریار برام مهم نبود. از اینکه مشکل محل زندگی من حل شده خوشحال شدم. جعبه رو گرفتم و پیمان ادامه داد. آدرس خونه روی کاغذ داخل جعبه نوشته شده، اما فعلا به نام شهریاره. نگاهی به شهریار انداختم، آهی کشیدم و گفتم مهم نیست، یکم بگذره کار پیدا میکنم اجاره میدم. شهریار صاف وایساد، داشت جلو می اومد که پیمان بازوشو گرفت، رو به من گفت این خونه مهریه شماست. برای اینکه به نامتون بشه هر موقع وقت داشتین برین محضر یا وکالت بدین، خودم کاراشو انجام میدم. دلم نمیخواست تعارف کنم، اون مهریه حقم بود. تشکر کردم و گفتم ممنونم. برای اینکه ثبت بشه میگم وکیل خودم باهاتون هماهنگ کنه. شهریار ابرو بالا داد و گفت وکیل وسی چیه این وسط؟ یا محضر خودم هستم که به نامت بزنم. جواب شهریار رو ندادم. توی ماشین نشستم که جلو اومد و لب پنجره ماشین وایساد و گفت اگه چیزی لازمت بود بیا خونه ببر، یه کلید یدک توی جعبه هست. سری تکون دادم و گفتم چیزی نیاوردم خونه تو که حالا بیام ببرم. یه مش لباس بود که یادت چیکار کردی. دیگه ادامه نداد، عقب رفت و منم از راننده خواستم راه بیفته. حالا یه آدرس درست و حسابی جای خوبی از شهر داشتم. زیاد طول نکشید که به خونه رسیدم. یه خونه ویلایی که ظاهر شیکی داشت. کلید انداختم، وارد شدم. یه حیاط جمع و جور داشت و توی حیاطش زیاد تمیز نبود. باید به زودی بابا هاشمو هم می آوردم پیش خودم. توی حیاط یه پراید پارک بود. باید گواهی نامه می گرفتم تا بتونم ازش استفاده کنم. توی خونه که رفتم بوی سیگار معروف شهریار پیچیده بود. مشخص بود قبل از من اونجا بوده. اونقدر سیگار کشیده که بوش هنوز نرفته. یه خونه مبله تر و تمیز بود و همه چی هم داشت. نمیدونستم این تنهایی رو تا کی میتونستم تحمل کنم و مجبور بودم بگذرونم. اما قبلش یه کار مهم داشتم. اونم تماس با بردیا محتشم برای شکایت از آبرویی رفتم. شماره بردیا روی گوشی بود. با بوق دوم جواب داد و گفتم سلام آقای محتشم، باهاتون کار دارم. من در خدمتتونم. نمیدونم از آبروی رفته من خبر دارین یا نه، اما برام یه پاپوش درست شده که میخوام شکایت کنم، چون همون بی‌آبرویی زندگی منو خراب کرد. من اطلاعی ندارم. آدرس دفتر رو براتون پیامک میکنم. فردا تشریف بیارید. همین که گیسو رفت تا جایی که ماشین دیده شد نگاهش کردم. بعد چسبیدم به یقه پیمان و گفتم یه وکیل خانم نبود برای گیسو بگیری؟ رفتی یه جوجه فوکونی کراواتی که تازه سر از تخم درآورده گرفتی که نمک به زخم من بزنی؟ دستم و عقب کشید و گفت چیه مگه؟ چرا اونقدر حساسی؟ مگه طلاقش ندادی؟ طلاقش بدم، ولی تو حق نداشتی یه وکیل بی تجربه براش بگیری؟ اولا بی تجربه نیستان، این حساسیت رو بذار کنار. گیسو حالا دیگه زن تو نیست. شاید بخواد 2 روز دیگه ازدواج کنه، اینطوری تلف میشی. اسم ازدواج گیسو که اومد آتیشی شدم. دلم میخواست مشت توی دهنش بزنم، اما خودم رو کنترل کردم. فقط دندون به هم سابیدم و گفتم میشه خفه بشی؟ اون عروس نمیشه. چرا نشه؟
خانوم با وقار، زیبا با شخصیت، شک ندارم منتظر تو نمیمونه بهش خرجی بدی. به زودی در خونش خواستگارا صف. نذاشتم حرفش تموم بشه. این بار کوبوندمش به کاپوت ماشین و گفتم بیشرف، اینطوری نگو راجع به زن من. پیمان بلند شد، تکونی به کتش داد و گفت میدونی جریان چیه؟ آدم‌ها تا وقتی یه چیزی دارن قدرشو نمیدونن. تو یه فرشته توی خونت داشتی، اما نمیدونم چرا رهاش کردی. حتی اگه از این قصه بمیری رواز شهریار. تو نه گذاشتی اون توضیح بده، نه حرف منو شنیدی. خودرأیی و لجبازی تو کسی رو ازت گرفت که تا عمر داری نمیتونی به دستش بیاری. سمت فرمون ماشینش حرکت کرد، اما قبل اینکه درو باز کنه گفت بد کردی در حق گیسو شهریار. نگاهش نکردم و مسیرم رو تغییر دادم. من مرد بودم، مگه غیرت نداشتم؟ زنم رو توی خونه این مرد نامحرم دیده بودم که اونو میبوسید. هرچند چیز خورش کرده بودن، اینکه خونه عطا با پای خودش رفته بود مثل یه زخم گنده بود که ترمیم نمیشد. علاوه بر اون پنهان کاریاش دلیل چیزی جز دوست داشتن عطا نبود. نه، من خطا نکرده بودم، ولی دل واموندم نمیتونست بهش فکر نکنه. در بست گرفتم، زود سمت خونه که هنوز عطر گیسو داخلش بود رفتم. قلبم با ورود به خونه خودم که حال غریبی برام داشت میخواست بایسته. توی خونه مرتب بود. سمت یخچال رفتم. از دیدن ظرفای غذای دست نخورده فهمیدم گیسو این روزها بی اشتهاترین بوده. سرم درد میکرد. دلم یه خواب راحت میخواست، اما انگار خواب برام حروم بود. روی مبل نشستم، چشمم به یه جعبه افتاد. اما همین که درشو باز کردم و موهای بافته گیسو رو دیدم، احساس کردم یه تیکه از قلبم کنده شد. تمام نبض‌هام تند می‌زدن. حالا که توی اون سکوت تنها مونده بودم، اشکام سرازیر شدن. برگه سفیدی که کنار جعبه بود توجه منو جلب کرد و بازش کردم. دست خط گیسو بود. نمیدونم بعد این مدت میتونم حرف بزنم یا نه، اما حس میکنم بعد اون همه فرصتی که از من گرفته شد اجازه نداشتم بگم چی به سرم اومده. بهترین راه درست ارتباط برای توضیح اون ماجرایی که هیچ وقت دلت نخواست بشنوی همین نوشتن بود. روزی که اون بلا سرم اومد واسه این بود که من به خواهرت اعتماد کردم. دست گذاشت روی احساسات منو به هوای کار خیر برای تولد دختری که مثل بچه توی شکم من خیالی بود دعوت کرد. به خونه‌ای که اصلا نمیدونستم خونه عطاست. تردید داشتم میونه اون همه خلأ فکری که توی مغزم شروع شد. تصمیم داشتم برگردم، ولی حالم بد شد. دوباره به شقایق اعتماد کردم. با خوردن یه لیوان آبقند نفهمیدم چه بلایی سرم اومد. دنبال راه فرار بودم، چشمام سیاهی میرفت. وقتی یه نفر از در وارد شد، من تو رو دیدم و بعدش فقط یادمه که چشمام باز شد. هیچی نفهمیدم. نمیدونم چه بلایی سرم اومده، فقط بدون همه تهمت حق من نبود. اگه کلی چیز ازت مخفی کردم، تنها دلیلش این بود که میترسیدم اتفاقی بین تو و بقیه بیفته. بقیه مهم نبودن، اما تو بودی. چون منو زمانی ول کردی که بهت نیاز داشتم، میدونستم تو میتونی حق منو بگیری. تمام حرفات یادم مونده بود. فکر نمی کردم اجازه ندی حرف بزنم. یه ماه سراغم نیومدی. من به نبودنت عادت کردم. مرسی که منو قدرتمند کردی. مرسی که بهم یاد دادی هیچ کس جز خودم نیست که به دادم برسه. میدونم بالاخره انتقام مرگ خواهرتو گرفتی، اما من نمیذارم تموم اون حرفای پشت سرم بمونه و منو به کشتن بده. به همه ثابت میکنم من اون گیسویی که فکر میکنن نیستم. حالا اگه حرفامو باور کردی سراغم نیا، چون من آدم برگشتن نیستم. اما اگه باور نکردی به زودی بهت ثابت میکنم. چقدر دلم میخواست حرفاش ادامه داشته باشه. تمام نوشته ها کلمه به کلمه‌شو با صدای خودش توی گوشم تکرار میشد. چرا 1% توی ذهن من نرفته بود که این دختر ممکنه بازی خورده باشه؟ چقدر من احمق بودم. با خشم زدم زیر گلدون روی میز و فریاد زدم. حالا مثل ابر بهار اشک میریختم. موهای بافته رو از روی جعبه برداشتم.
جلوی بینیم گرفتم و گریه می‌کردم. لعنت بر منی که نفهمیدم و ندیدمش. قلب من بیتاب‌تر از قبل بود. حتی اگه گناهکار هم می‌بود نمیتونستم فراموشش کنم. اما حالا که فهمیدم در حقش بد کردم چطوری سر پا می‌شدم. گوشی رو برداشتم، بدون معطلی شمارش رو گرفتم، اما اگه جوابمو نمیداد مهم نبود، من کار خودمو کردم. اما پیشبینیم درست بود و جواب نداد. با اون همه خستگی فقط میتونستم زیر دوش آب گرم خودمو آروم کنم. اما محال بود آرامشی شبیه قبل بچگیام حس کنم. زیر دوش دنبال موهای بلندم میگشتم، اما خبری نبود و منو دلتنگ کرده بود. حال گریه نداشتم. تموم قصه هامو توی نبود شهریار خورده بودم. حالا وقت افتادن نبود. بعد قدرت میگرفتم توی اوج خودم به همه ثابت میکردم دوره بزن در رو گذشته. لباس پوشیدم و حوله رو دور سرم پیچیدم. حمام تمام شد. حالا دلم میخواست بخوابم. اما قبلش بعد گوشی رو روی حالت سکوت میذاشتم. گوشی رو که برداشتم دیدم اسم شهریار روی صفحه گوشی نوشته شده. با دیدن اسمش دلم یه حالی شد. اما نباید اجازه میدادم نسبت بهش نرم بشم و جواب بدم. حس قلبم با دیدن اسمش مثل روزی شد که بهم گفت چقدر دوستم داره. اما نباید دوباره گول میخوردم. گوشی رو توی دستم گرفتم، سمت تخت خواب رفتم. روی پاتختی یه جا سیگاری بود که داخلش پر ته سیگار بود. یه جعبه سیگارم کنارش بود. وسوسه شدم، داخل جعبه رو نگاه کردم. با دیدن 2 نخ سیگار انگار دوای درمون یافته بودم. سمت دهانم بردم. قطره‌های درشت اشک تون تون سر خوردن و روی دستی که روی پام بود افتادن. از دم عمیق سیگار به سرفه افتادم. توی جا سیگاری خاموشش کردم. بعد نگاهی به سیگار نیمه سوخته انداختم و یاد شهریار افتادم. دلش نمیخواست سیگار بکشم چون برام خوب نبود. اما بلایی سرم آورد که کشیدن سیگار در برابرش مثل سر سوزن بود. سیگار رو انداختم توی جا سیگاری و روی تخت دراز کشیدم که صدای پیامک گوشیم اومد. گوشی رو برداشتم. شهریار بود. میشه جواب بدی؟ حتما نامه رو خونده بود، ولی مگه میشد اونقدر سریع پشیمون بشه؟ دوباره پیام داد. چرا این نامه رو قبل طلاق ندادی؟ حالم خوب نبود. چرا وقتی 1 ماه بدون اینکه بفهمه چی به سرم اومده قضاوتم کرد؟ منو ترک کرده بود. حالا که انگشت‌نمای محله شده بودم و رو بهبود اون زندگی که دیگه جایی برای بازگشت نداشت من تلاش میکردم. جواب دادم. لطفاً بهم نه پیام بده نه زنگ بزن. لیوانی که پودر شده دوباره مثل اولش نمیشه. گوشی رو خاموش کردم. سعی کردم خوابم ببره، اما فکر شهریار اجازه نمیداد یه لحظه چشم روی هم بذارم. اولین روز سکونتم توی اون خونه وحشتناک گذشت، اما باید عادت میکردم. صبح آماده شدم. باید بعد قرار با محتشم برای پیدا کردن یه کار اقدام میکردم. حالا حوصله نداشتم به صورتم برسم. با همون رنگ و روی پریده سمت محتشم راه افتادم. توی سالن منتظرش نشسته بودم که مراجع قبل من بیرون اومد و محتشم همراهش خارج شد. با دیدن من احوالپرسی گرمی کرد. از منشی خواست پذیرایی بیاره. روی مبل راحتی روبروش نشستم. تمام سعی من این بود که نگاه هم به صورتش نیافته. انگار از تمام مردا بیزار شده بودم. محتشم سر صحبت رو باز کرد و گفت خب بفرمایید که کارتون چی بود؟ از کی شکایت دارین؟ قلبم داشت از جا کند نمی‌شد. وقتی میخواستم اون ماجرا رو بگم توی لفافه گفتم یه فیلم پخش شده که انگار من خواستگار سابقم رو بوسیدم. اما من این کار نمی کنم. فقط با شهریار اشتباهش گرفتم. سرم پایین بود که محتشم جلو اومد و گفت لطفاً منو امین خودتون بدونین. ماجرا رو تعریف کنید. حتی اگه مایلید بنویسید. اما لطفاً با جزئیات بگید تا یه تصمیم درست بگیریم. سری تکون دادم. تموم ماجرا رو تعریف کردم. حرفای شقایق، تردیدم از موندن و خوروندن آبپند. اما وقتی رسیدم به قسمت حرفای شهریار بغض گلوم ترکید. وقتی برگشتم خونه تمام امیدم شهریار بود. اما انگار با حرفاشون کاری کرده بودن که از چشمش افتادم. اون فکر میکرد من بهش خیانت کردم. تون اشکام میریخت. محتشم جعبه دستمال کاغذی رو سمتم گرفت و گفت متاسفم. واقعا فکر نمی کردم علت جداییتون چنین چیزی باشه.
صورت خیس اشکم رو پاک کردم. قدرت ادامه دادن نداشتم. یه قلوب از لیوان آب روی میز خوردم. محتشم پرسید عذر میخوام اونقدر راحت و سریع این سوال رو میپرسم، اما لازمه برای پرونده. سری تکون دادم و گفتم بله راحت باشید. توی اون خونه جز بوسیدن اتفاق دیگه هم افتاد. مکس کرد و بعد ادامه داد یعنی رابطه ای، دست درازی یا نمیدونم، هیچی نمیدونم. پرسید موقعی که به هوش اومدید وضعیت پوششتون چطور بود؟ احساس نکردید ممکنه دستکاری شده باشه؟ لباسم تنم بود ولی هیچی دیگه یادم نیست. میدونستم این که بهم دست درازی شده با یه نامه پزشک قانونی مشخص میشه، چون هنوز من باکره بودم، اما دلم نمیخواست در مورد این موضوع حرفی بزنم. محتشم سری تکون داد و گفت متاسفانه از اون اتفاق خیلی گذشته. نمیشه اثبات کرد چیزی داخل آبقند ریخته شده و شما تعادلتون رو از دست دادی. دست درازی رو هم نمیشه تشخیص داد، چون شما متأهل بودید معلوم نمیشه. اما به خاطر آبرویی که ازتون رفته میتونید از کسی که شک دارین فیلم و پخش کرده شکایت کنید. اگر خوششانس باشین یه نفر رو برای شهادت پیدا کنید که بشه از عطا شکایت کرد. الان فردی که حس میکنید اون فیلمو پخش کرده کی میتونه باشه؟ ذهنم رفت سمت شهریار. با اینکه میدونستم شهریار این کارو نکرده، اما میتونستم توی دادگاه بخوامش تا بهش ثابت کنم بیگناهم. آروم گفتم شهریار اوایل ازدواج چندین بار گفته بود بنا به دلیلی قصد داره منو بی‌آبرو کنه. بعد این جدای غیر منطقی فقط میتونم به خودش شک کنم. چرا میخواست بی‌آبروت کنه؟ دیرم نخواست بیشتر توضیح بدم. با نامردی راز خواهرش رو لو بدم. هرچند شهریار از چشمم افتاده بود، دلیلی نمیدیدم آبروی حاج مسیب بره و گفتم نمیدونم به چه دلیلی. بلند شد و گفت نگران نباشید، من شکایت نامه رو تنظیم میکنم، میره دادسرا، بعدم دادگاه. فقط اون فیلم لازمه باشه. متاسفانه من ندارمش، اما توی محله پره و من نمیتونم برم. حتی پدرم اجازه نمیده ببینمش. چشماشو باز و بسته کرد و گفت درک میکنم چقدر بهتون سخت میگذره. لطفاً آدرس خونه پدرتون رو بفرستی تا اون فیلم رو پیدا کنم. روی کاغذ نوشتم، سمتش گرفتم و گفتم پس تا روز دادگاه به من کار نداری؟ اون موقع نیازی به حضور شما نیست. نگران نباشید، وکالت دست منه. اما من دوست دارم روز دادگاه حضور داشته باشم. خب این به عهده خودتونه. بلند شدم، بیشتر معطل نشدم. جلوی در بودم که گفت پس من بهتون روز دادگاه و اطلاع میدم. تشکر کردم و بیرون رفتم. تمام ذهنم پر بود از روزی که قرار بود توی دادگاه شهریار رو ببینم. با خودم صادق نبودم. نمیخواستم باور کنم دلم براش تنگ شده. توی مسیر خونه بودم که چشمم افتاد به سوپری. یکم خرید انجام دادم. جلوی در بودم که یه نفر کیسه خرید رو از دستم گرفت و کنار گوشم گفت بذار خودم برات میارم. برگشتم، چشمم به شهریار افتاد. ته دلم خالی شد. شوکه شدم. زیر چشماش گود افتاده بود. با نگاه من لبخند زد، اما من با تندی خریدامو از دستش کشیدم و گفتم الحمدلله زورم میرسه، خودم میبرم. شهریار پشت سرم راه افتاد، همینطوری حرف میزد. گیسو بذار حرف بزنم، به خدا درستش میکنم. من اشتباه کردم، خطا کردم، اما من فکر کردم واقعا عطا رو دوست داری، برای همین گذاشتم راحت باشی. و برگشتم توی صورتش زل زدم و گفتم مگه من و تو جدا نشدی؟ چی رو میخواستی درست کنی؟ مگه منو به خاطر عطا ول نکردی؟ چرا برگشتی؟ چشماشو به اطراف داد و گفت اینجا زشت حرف بزنی، بذار بریم داخل خونه. نیشخندی زدم و گفتم چی؟ بعد از یه ما که منو تنها گذاشتی، الان که همه چی تموم شده میخوای حرف بزنی؟ تو اصلا میدونی توی این یه ما چی به من گذشت؟ نگاهش به تار بیرون اومدم افتاد و گفت قربونت برم، چرا موهاتو زدی؟ صدامو بلند کردم و گفتم به تو هیچ ربطی نداره. الانم برو، تو هیچ نسبتی با من نداری. گیسو من نامه رو نخونده بودم. به مغزم هم نمی رسید که کار شقایق باشه. شقایقی که قبلش دفتر من بود و اون لباس رو آورده بود. نفس عمیقی کشیدم و گفتم من با تو هیچ حرفی ندارم شهریار خان. شاید قبل امضای طلاقنامه میشد با هم حرف بزنیم، اما الان دیگه نمیشه.
شهریار تو فکر کردی فقط خودت عاشق بودی؟ میدونی یه ماه بیخبری از تو چی به سرم آورد؟ میدونی باور نکردن من چی آورد به سرم؟ اصلا میفهمی دارم چی میکشم؟ نمیخواستم اشکم در بیاد، واسه همین کمی مکث کردم، دوباره ادامه دادم. وقتی از اون خراب شده اومدم بیرون، فقط به این فکر میکردم که تو به دادم میرسی، اما منو ترک کردی، اونم با حقارت، با تهمت. الانم با تو حرفی ندارم شهریار. یه بار دیگه بیایی در خونه من، به جرم مزاحمت ازت شکایت میکنم. شهریار نمیتونست سکوت کنه و گفت کاش زودتر اون نامه رو بهم میرسوندی. اتفاقا خوشحالم که زودتر نرسید، چون تو یه آدم شکاکی. حتی بعد اون همه که گفتم عطا رو نمیخوام، بازم بهم شک داشتی. شاید بعد مدت‌ها دوباره هم بهم شک میکردی که ماجرای شقایق رو به دروغ گفتم. شهریار قبول کن که من و تو تموم شدیم. تموم. صدای گیسو توی سرم مثل یه جیغ دلخراش اکو می شد. یعنی چی تموم؟ من خودم رو برای شروع زندگی قشنگ آماده کرده بودم، اما اون چطور میتونست منو پس بزنه و بهم حق نده که ازش دلخور شدم؟ با سرعت از جلوم عبور کرد. دیگه نمیخواست حرفی بین ما زده بشه. شاید نیاز به زمان داشت، اما اگه توی این مدت یه آدم دیگه جلوم میومد، چطوری دوباره مال من میشد؟ دلم میخواست خونه بر نگردم، از صبح تا شب جلوی در خونش بمونم. برگشتن توی خونه‌ای که گوشه گوشه اون خونه عطر گیسو بخش بود، سخت بود، اما چاره‌ای نداشتم. هر روز از جلوی در خونش رد میشدم تا شاید بتونم ببینمش، اما انگار توی خونه خودشو حبس کرده بود. یه هفته گذشت. وقتی جواب تماسمو نمیداد و گوشیشو خاموش کرده بود، بدجور دلنگرانش شده بودم. اونقدر زیاد که حتی روی پای خودمم بند نبودم. چشمم جز سیاهی چیزی نمیدید. قلبم لامیزون میزد. میدونستم اگه سراغی ازش نگیرم دووم نمیارم. یادم اومد از خونه یک کلید یدک دارم. باید میرفتم سراغش تا از نگرانی در بیام. میدونم ممکن بود ناراحت بشه، اما من که کاری باهاش نداشتم. اونقدر دلنگرانش بودم که دلم میخواست هر چی سریعتر خودم رو بهش برسونم. اصلا توجهی به ساعت نکردم. دست و دلم میلرزید. مدام افکار پوچ و پوسیده از ذهنم عبور میکرد. توی سرم مدام اون روزی که گاز گرفته بودش مرور میشد. دلهره داشتم دوباره اون اتفاق تکرار شده باشه. اشکام تون تون میریخت و همه ی تنم یخ زده بود. جلوی خونش رسیدم. وقتی برق خاموش رو از پنجره اتاقش دیدم، تمام وجودم فرو ریخت. تردید نکردم و حال پاپس کشیدن نداشتم. کلید انداختم، در رو باز کردم و داخل حیاط وارد شدم. قدم‌هامو آروم تا جلوی در خونه بردم. درد شقیقه هم برام عادت شده بود. نفسام دیگه جون نداشتن. وقتی جلوی در رسیدم، جونم داشت بالا می اومد. در سالن قفل نبود و راحت باز شد. خونه توی سکوت عمیقی غرق بود. کفشای گیسو رو جلوی در دیدم، اما خودش توی خونه نبود. آروم وارد خونه شدم، همه جا رو گشتم. اما وقتی صدای شرشر آب از سمت حموم شنیدم، قلبم بیشتر می‌لرزید. هزار تا فکر غلط توی ذهنم نقش بست و بدترینش این بود که اگه بلایی سر خودش آورده باشه من چیکار کنم؟ قطعاً بلای بدتری سر معراج و عطا می آوردم. بعد نبود عشقم اصلاً مهم نبود چی سرم بیاد. وقتی صدای بسته شدن شیر آب اومد، نفس راحتی کشیدم. خیالم از زنده موندنش راحت شد. صدای ظریفش که با خودش آهنگ زمزمه می‌کرد، نفسامو میزون کرد. همونجا روی مبل نشستم. یهو در باز شد. پری دریایی من با حوله سفیدی که توی تنش بود، در حالی که داشت موهاشو خوش می‌کرد، از همون بیرون اومد و من همچنان نگاهش می‌کردم. یه نگاه آروم به هم انداخت و عکس‌العملی نشون نداد، اما یه لحظه انگار متوجه شد چشماش یه چیزی رو دیده. سر جاش وایساد، کمی مکث کرد، بعد که سمتم چرخید، با جیغ بلندی که کشید از جا پریدم. عقب عقب رفت، خورد به اوپن آشپزخونه و با لکنت گفت تو اینجا چی کار میکنی؟ حوله از سرش افتاده بود و پلک نمیزد. من محو تماشای موهای کوتاهش بودم که صورتشو ملوس‌تر کرده بود. یهو نفس عمیقی کشید، انگار حالش جا اومد و داد زد چرا اومدی اینجا؟ برو بیرون. جلوتر رفتم که دیدم مثل یه گنجیش دل میزنه.
دستامو به نشانه تسلیم بالا گرفتم و گفتم نترس قربونت برم، من بهت کاری ندارم که. گوشیت خاموش بود. از خونتم بیرون نیومدی. نگرانت شدم. نگاهم رو به موهاش بود. ناخودآگاه از دهانم پرید و گفتم چقدر موی کوتاه بهت میاد. میدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود؟ عقب رفت، حولش رو روی سرش کشید، موهاش رو پوشوند. دستش رو روی قلبش گذاشته بود و نفس نفس میزد که گفتم ترسیدی؟ چشماش رو بست. با نفس عمیقی که کشید فهمیدم حالش جا اومد. با حرص نگاهم کرد و گفت نه از اینکه یهویی عین یه جن جلوم ظاهر شدی خوشحال شدم. اینا هم علائم ذوقه. خندیدم. خواستم سمت آشپزخونه برم، براش آبقند درست کنم که گفت کجا میری؟ از خونه من برو بیرون. خواستم برات آبقند درست کنم. واقعا از دست خودم شاکیم چرا بهت اعتماد کردم و قفل رو عوض نکردم. بی توجه به حرفش رفتم آشپزخونه تا به کارم ادامه بدم که داد زد بیا برو بیرون. اگه نری به جرم مزاحمت و تجاوز به حریم شخصی ازت شکایت میکنم. با لیوان آب سمتش رفتم که داد زد تو چرا نمیری؟ تو به من نامحرمی. با یه مرد غریبه توی کوچه برام هیچ فرقی نداری؟ گفتم من شوهرت بودم. هنوز عده‌ام تموم نشده. هر موقع دلم بخواد میتونم بهت رجوع کنم. پوفی کرد و گفت عقل کل. تو که رفتی قانون و تبصره ها رو خوندی، کاش اینم میخوندی رجوع به زن باکره امکان پذیر نیست. تو هم خوندی؟ وقتی هرس میخوردم جذاب بود. با عصبانیت گفت آقای محترم میری یا زنگ بزنم پلیس؟ جلوتر رفتم. ملتمسانه نگاهش کردم و گفتم گیسو من بدون تو نمیتونم زندگی کنم. تو رو خدا برگرد. گوشه گوشه اون خونه عطر تو پیچیده. آدما خطا میکنن. رحم کن و ببخش. نیشخندی زد و گفت خطا میکنن؟ چرا تو خطای نکرده بابای منو نبخشیدی پس؟ گیسو من گفتم دلیلشو. آدم عاشق عشقشو آزاد میذاره. پری توی حرفمو جواب داد بالاخره حالت مثل من خوب میشه، نگران نباش. فکر کردی من دوستت نداشتم؟ منم دوستت داشتم. توی اون مدتی که منو بیخبر گذاشتی حالم مثل الان تو بود. تو میدونی جای من کجاست که بیای سر بزنی، اما من نمیدونستم کجایی. فقط گهگاهی از پیمان حالتو میپرسیدم. الانم برو بیرون شهریار. هرچی هم بخوای حرف بزنی من نمیتونم رفتارای بدتو تحمل کنم. بغض صدامو لرزون کرد و گفتم میگم نمیتونم. گیسون نگاه نکن من یه مردم. به خدا از تو خیلی ضعیف‌ترم. من بدون تو میمیرم. اخماشو توی هم کرد و جواب داد چطوری با مرگ عزیزت کنار اومدی؟ الانم همونطور کنار بیا. من آدمی نیستم که برگردم. دلم نمیخواست اذیتش کنم و بیشتر اونجا بمونم. چشمام خیس شد. بدون هیچ حرف دیگه‌ای خونه رو ترک کردم. یهو آسمون روشن شد و صدای رعد و برق بلندی توی آسمون پیچید. با رفتن شهریار چشمام شروع به باریدن کرد. چقدر تغییر کرده بود. حالا دیگه اون خانداداش قدیمی نبود و شکسته به نظر می اومد. توی اتاق رفتم و فندکی که رد دستاش روش نشسته بود و برداشتم. چندین بار روشن و خاموش کردم. توی تاریکی شب جز نور آتیش فندک هیچ روشنی توی زندگیم نمیدیدم. صدای رعد و برق مثل حال دل من بود. تند و خشمگین. انگار دلش یه قربانی میخواست. لباس پوشیدم و چشمای خیسم خودم رو به حیاط رسوندم تا زیر بارون تند آسمون بمونم و دم نزنم. شایدم قربانی آسمون میشدم. تمام این روزای تلخ برام تموم میشد. زیر آسمون خدا همراه با باروناش منم اشک میریختم. توی دنیاش همه چی رو از دست داده بودم. مادرم که دیگه نبود. بابامم که منو بچه خودش نمیدونست. عشقم که هیچ راه اعتمادی برای برگشت من نذاشته بود. شهریار تمام منو مال خودش کرده بود، اما بودن کنارش هر دوی ما رو آزار میداد. حالا که جسارت به خرج داده بودیم و تمومش کرده بودیم باید صبر میکردیم. میدونستم انیس نمیذاره پسرش اذیت بشه. خیلی زود یه دختر درست و حسابی براش پیدا میکنه تا بچه بیاره. اما من باید توی بدبختی خودم تا ابد دست و پا میزدم. تمام تنم میلرزید، اما برام مهم نبود. شاید منم مثل سوگند شده بودم.
شاید نمیتونستم تحمل کنم. فقط نمیتونستم بلایی سر خودم بیارم. دل وامونده من توی اون سیاهی شب نگران شهریار بود. میدونستم لباس سیاه تنشه. نگران بودم برق آسمون بلایی سرش بیاره. روی پله جلوی در خونه نشسته بودم. تموم تنم خیس بارون شد. تا چندین ساعت همونجا موندم و با خدا حرف می زدم. یاد شبی افتادم که توی اون خونه جنگلی بارون گرفت. من از خدا خواسته بودم با صدای بارون بیدار بشم. اما ای کاش اعتماد نمی کردم که حالا توی حسرت نبودنش نمی سوختم. صبح با سردرد شدیدی از خواب پریدم. صدای ضربات محکمی که به در می‌خورد باعث شد سرم تیر بکشه. به سختی از جام بلند شدم. درد رو توی تمام نواحی بدنم احساس می‌کردم. می‌دونستم درد به خاطر اینه که سرما خوردم. حوصله نداشتم برم در رو باز کنم و با کسی حرف بزنم. اما فردی که پشت در بود قصد نداشت ویل کنه. مانتو و شال پوشیدم، با سرگیجه شدیدی بیرون رفتم. همینطور که در محکم کوبیده میشد که داد زدم چیه خبره؟ در رو که باز کردم یه پسر بچه 10 ساله حدوداً جلوم وایساد و توی حیاط سرک کشید و گفت خاله توپم افتاد حیاط شما میشه بردارم؟ چشممو باز و بسته کردم. وقتی رفت داخل حیاط چشمم به ماشین شهریار افتاد که انگار از شب قبل از جاش تکون نخورده بود. سرگیجه سرم شدت گرفت. یه لحظه خونه دور سرم چرخید و روی زمین افتادم. صدای پسر بچه توی مغزم پیچید. خاله چی شدی؟ یه دفعه صدای قدم‌های سمتم اومد. وقتی صدای شهریار رو شنیدم انگار جون تازه‌ای گرفتم. سمتم خم شد. چهرش رو تار دیدم. گیسو حالت خوبه؟ چشمامو بستم. دستمو به کنار در گرفتم. خواستم بلند بشم که تلو تلو خوردم و صاف افتادم توی بغل شهریار. انگار مغزم از خستگی بیهوش شده بود. اختیار رفتارمو نداشتم. شهریار کمکم کرد و منو به خونه رسوند. دیگه نداشتم بگم از خونه من برو بیرون. اما خودش بیرون وایساد و با تلفنش بر رفت. حال گیسو بد بود. دستاش تا به دستم خورد. احساس کردم شب سختی رو توی تب صبح کرده. با اورژانس تماس گرفتم. خواستم سری خودشو برسونه. بیحالی گیسو داشت جونمو به لبم میرسون. اصلا دلم نمیخواست جلوی روش باشم و معذبش کنم. واسه همین جلوی در وایسادم. وقتی اورژانس اومدم داخل نرفتم. اما داشتم توی آتیش نداشتنش میمردم. لایه پرده کمی کنار رفته بود. از همونجا نگاه کردم. دیدم روی دستش دارن سرم میزنن. یه لحظه انگار درد گیسو رو احساس کردم. چشمام پر اشک شد. منتظر بودم پرستار بیرون بیاد و وقتی انتظار منو دید بیرون اومد و گفت نگران نباشی سرماخوردگی کوچیکه. وقتی فهمیدم حالش جا اومده تنهاش گذاشتم و برگشتم خونه. چند روز بعد توی خونه من دیگه هیچ رنگ و لعابی نبود. همه چی از حد پاشیده و داغون شده بود. حتی حوصله یه حمومو هم نداشتم. وقتی برام احضاریه دادگاه آمد، اول فکر کردم گیسو به خاطری که اون شب رفتم خونش از من شکایت کرده. اما بعد فهمیدم توی پخش اون فیلم لعنتی منو مقصر میدونه. منی رو که اگه همه جونمو هم میدادم محال بود بخوام با آبروی گیسو بازی بشه. حالم از برادری با عطا بد بود. گاهی حالم از پدرم هم میگرفت که منو عطا رو برادر کرد و نخواست اون چیزی بدونه. شاید اگه میفهمید برادر ماست و نیاز مالی نداشت اونقدر دنبال پول یاموف نمیگشت تا منو اسیر کنه و وادار کنه به عشقم شک کنم. حالا هم که مادرش فوت کرده بود میتونستم راحت پیداش کنم. اما دیگه حال دعوا کردنم نداشتم. با تماس پیمان بلند شدم. کتم رو تنم کردم. با همون ظاهر ژولیده بیرون رفتم. توی اولین نگاه پیمان با تعجب گفت با این سر و وضع داری میای دادگاه؟ بگه چمه؟ نگاهشو به موهام داد و گفت یه شونه به اون موهات میزدی؟ واسه کی بزنم؟ اون که میخوام باشه نیست. بچه جیگور میفرسته خودش نمیاد. خندید و سری تکون داد و گفت بچه جیگور گفت گیسو هم میاد. برق از چشمام پرید. با ناراحتی گفتم خب چرا میاد؟ اگه جای زن دادگاهه. شهریار جمع کنین عقاید پوسیده رو. این همه وکیل زن داریم. دادگاه جای زن نیست. حوصله بحث بیخود نداشتم. دست به موهام زدم و گفتم بی خیال.
نایی مگه مونده به موهام برسم. اون میگه بر نمیگرده. سری تکون داد و گفت گیسو بر میگرده شهریار. دختر منطقی هست. بذار این پروسه دادگاه تموم بشه. یه مدت زمان بده بهت قول میدم بر میگرده. آهی کشیدم و گفتم دستی دستی فاتحه خودم رو توی سرنوشتم خوندم. یکی نبود به من بگه مرتی که یه احمق. اونقدر جوگیر نباش. اونقدر بیفکر نباش. والا مگه تو حرف گوش میدی؟ مگه من بهت پریدم توی حرفشو گفتم تو سکوت کن که هنوز از دست تو دارم میرنجم. تحمل ندارم امروز گیسو رو کنار اون بچه ژیگول ببینم. چطوری تحمل میکردم گیسوی من، عشق من، کنار اون آدمی بشینه که برای من یه غریبه بود ولی اون باش خیلی راحت صحبت میکرد. پیمان گفت ببین شهریار، وقتی که تو گفتی میخوام از گیسو جدا بشم برای من اهمیتی نداشت که چه آدمی رو ببرم و وکیل زن تو معرفی کنم. تو هم زیادی حساسی. بریا کاری به گیسو نداره. 1000 جور پرونده زیر دستش میاد. یکی هم پرونده گیسو، نگران نباش. گفتم شاید اگه تو ازدواج کنی برات مهم نباشه که زنت با کی حرف بزنه، با کی حرف نزنه. ولی برای من مهمه که زنم با کی صحبت کنه، با کی بره، با کی بیاد. با جدیت گفت ببین شهریار، گیسو الان زن تو نیست. ولی اگه به همین کارات ادامه بدی مطمئن باش گیسو دیگه بر نمیگرده. عصبی گفتم حرف دهنتو بفهم چی داری میگی؟ مگه من چمه؟ تو چت نیست. یادت رفته بهش انگ زدی که با عطار رابطه داره؟ دختر معصوم چقدر گفت بیا حرفای منو بشنو. حرفاشو شنیدی؟ سری تکون داد، آهی کشید و بعد ادامه داد. اولین بار که گیسو رو دیدم معلوم بود که فقط تو رو میخواد. زندگی تو داشت درست زندگی میکرد. من اصلا نفهمیدم که با هم دیگه مشکل دارین. توی فکر بودم، سرمو به صندلی تکیه دادم. از شنیدن خطاهای بزرگ زندگیم داشتم شکنجه میشدم. پیمان انگار قصد داشت منو دیوونه کنه و ول نمی‌کرد. رفتار گیسو نشون میداد که اون آدم اونقدر تو رو دوست داره که حاضر بود برای تو حتی نقش بازی کنه. اما تویی که شوهرش بودی اینو نفهمیدی شهریار. توی حصار افکاری که داشت بیشتر از همیشه منو میرنجون گیر کرده بودم. شاید مغزم با مغز یه آدم دیوونه هیچ فرقی نداشت. شاید من خودمو زیادی گنده کرده بودم. شایدم حق با پیمان بود و من یه آدم شکاک بودم که هر کسی که کنار زنم رد میشد بهش شک میکردم و فکر میکردم بهش نظر داره. شایدم من گیسو رو اشتباهی شناخته بودم. بعد گذروندن یه ترافیک سنگین بالاخره به دادگاه رسیدیم. دادگاه زیاد شلوغ بود ولی ساعت شروع دادگاه ما درست همون زمانی بود که رسیدیم. از اینکه وارد دادگاه بشم استرس داشتم. میترسیدم گیسو رو ببینم. شاید به خاطر اینکه نگران بودم از اینکه یه رفتاری نشون بده و من دوباره دیوونه بشم حالم خیلی خوب نبود. وارد دادگاه شدم. گیسو ردیف جلو کنار بردیا نشسته بود. با مقنعه مشکی خیلی جذاب‌تر به نظر می اومد. وقتی دیدمش تمام تنم لرزید. دلم میخواست خودم کنارش بشینم. جلوتر رفتم بی توجه به اینکه کسی داره نگاهم میکنه. روی صندلی کنار گیسو نشستم. گیسو برگشت بهم اخم کرد و گفت جای شما اینجا نیست آقا. با کمی اشوه‌گری گفتم پس جای من کجاست؟ جدی گفت من از شما شاکیم اون طرف دادگاه. شما؟ تو داری به من میگی شما؟ گیسو من شهریارم. هر کی باشی برا من چه فرقی میکنه؟ من امروز از تو شاکیم. برو بشین سر جات. خندیدم و نگاهش کردم و گفتم قربونت برم که وقتی هرسی میشی هم جذابی. در ضمن با مقنعه عین خانم وکیلا شدی. بلند شد و داد زد مگه نمیشنوی؟ میگم بلند شو برو سر جات. صدای قاضی اومد که گفت آقا نظم دادگاهو به هم نریزید. یه لحظه قلبم شکست. یعنی گیسو داشت سر من توی اون جمع داد میزد. یعنی براش مهم نبود که من غرورم شکسته بشه. بردیا بلند شد و گفت آقا محترمانه از کنار موکل من بلند بشید. بلند شدم توی صورت بردیا زل زدم و گفتم من هر جا دلم بخواد میشینم. برا من مهم نیست که تو با من محترمانه حرف بزنی چون محترم نیستی. آدم محترمی مثل گیسو به من گفت بلند شو. منم بلند شدم. پیمان دستمو گرفت کنار گوشم گفت بیا بریم شهر یا شر درست نکن.
چی داری میگی؟ شر چی؟ بچه جیگون اومده جلوی زن منو گرفته، میگه مزاحم خانم نشین. تو میگی گیسو بر میگرده، قولم میدی؟ اگه این بچه جیگول ازش خواستگاری کرد و قبول کرد چی؟ پیمان برگشت، چشماشو درشت کرد و گفت شهریار مغز تو تا کجا رفته؟ این وکیلشه. با اضطراب روی صندلی نشستم و گفتم الان وکیلشه، فردا میشه وصیش، پس فردا میشه شوهرش. من بدبخت چه خاکی توی سرم بریزم؟ پیمان برگشت نگاهم کرد و گفت شهریار، ما الان برای یه موضوع دیگه اینجاییم، بعداً در مورد تمام این مسائل صحبت میکنی. نیشخندی زدم و گفتم بعداً حرف میزنی؟ به چه نتیجه ای میرسی؟ تو به من میگی گیسو بر میگرده، منم خوشحال که میخواد برگرده، بعدش خبر ازدواجش با یه آدم دیگه میاد. پیمان نفس عمیقی کشید و گفت به نظرت بهتر نیست این قضیه رو تمومش کنی؟ تو چرا یه سره به این دختر شک داری؟ بابا اگه دوستت نداره بذار با کسی که دوست داره ازدواج کنه، مثل اون کاری که کردی. رهاش کردی که بره با عطا و پریدم توی حرفش و گفتم آدم یه بار خطا میکنه، نیاز نیست هی خطای منو توی سرم بکوبی. حالا چرا عطا نیومده؟ کدوم گوریه؟ نگاهی به ساعتش انداخت و گفته که میاد، اتفاقا گفته کلی حرف دارم. حالا نمیدونم کپی اومده یا معراج بهش باج داده که نیومده یا یه مشکلی براش پیش اومده، الله اعلم. پوفی کردم و گفتم انشالله رفته پهلوی ننش. پیمان خنده کرد و قاضی گفت خب دادگاه رو شروع میکنیم. دیگه حوصله گوش دادن به هیچی رو نداشتم. فقط به این فکر میکردم که وقتی دادگاه تموم بشه چطوری برم سمت گیسو. دلم میخواست باهاش حرف بزنم. با ضربه‌ای که به شونه‌ام توسط پیمان خورد، سرمو بالا گرفتم که قاضی از گیسو پرسید شکایتتون رو لطفاً اعلام کنید. گیسو با صدای لرزون و قشنگش کمی مکث کرد و بعد گفت من از آقای شهریار رستمی شکایت دارم، به خاطر اینکه فیلمی رو پخش کرده توی محله و من بی‌آبرو شدم. قاضی رو به من گفت ادعای این خانم درسته؟ شما چنین کاری کردین؟ همینطور که نشسته بودم گفتم نه، معلومه که این کارو با زنم نمی کنم. قاضی گفت اینجا اعلام شده همسر سابق، مگه جدا نشدی؟ همینطور نمیده و بی‌عصاب جواب دادم جدا شدیم، ولی من که هنوز گیسو رو دوستش دارم. قاضی کلافه شد و گفت لطفاً آقا بایستید و دنبال مسائل حاشیه‌ای نرید. بلند شدم، سرم صاف گرفتم و گیسو گفت ایشون بارها توی زندگی مشترک منو تهدید کرده که با بابام مشکل داره، ممکنه که منو بی‌آبرو کنه. الان تنها کسی که بهش مشکوکم که به هدفش رسیده اون فیلمو پخش کرده خودشه. سری گفتم من این کارو نکردم. گیسو به والله کار من نیست. تو که میدونی من 1000 تا دشمن دارم، چرا نمیگی؟ قاضی پرسید شاهد داری که کار تو نیست؟ خندیدم و گفتم من اگه شاهدن داشته باشن میان میگن کار منه. من توی این دنیا فقط یه نفر رو داشتم، اونم این خانوم بود که گذشت و رفت. گیسو نیشخندی زد و قاضی گفت خب ماجرای اون روز رو تعریف کنید. این آقا کجای قضیه بودن؟ اون روز خواهر این آقا منو وادار کرد که برم تو خونه‌ای که قرار بود برای دختر صاحب اون خونه تولد بگیرن. چون بضاعت مالی نداشتن به من گفتن که منم همراهشون برم که اون دختر بیشتر خوشحال بشه. منم اعتماد کردم. خندید و بعد نفس عمیقی که کشید ادامه داد حتی گل سر بچگیام که خیلی دوستش داشتم و برداشتم تا به اون دختر هدیه بدم. وقتی شقایق اومد دنبالم همراهش رفتم، ولی وقتی وارد اونجا شدم فضا رو دیدم، میخواستم برگردم که خواهر ایشون به من یه آبقند داد. من نفهمیدم چه بلایی سرم اومد. سرشو پایین گرفت. مشخص بود مراقب بغضش نترکه که گفتم شقایق تو رو برده، از من شکایت داری؟ قاضی رو به من گفت آقا لطفاً سکوت رو رعایت کنید، حرفای خانم هنوز تموم نشده. گیسو سرشو بالا گرفت و گفت وقتی که از اون خونه اومدم بیرون، ایشون بهم گفت یه فیلمی ازم دیده که من توی اون فیلم یه آقایی رو که قبلا اومده خواستگاریمو بوسیدم. بعدم تهدیدم کرد به طلاق. اول فکر کردم ناراحت درست میشه، اما وقتی برگه طلاق امضا شد شک کردم شاید قصدش برای نگهداری من همون بی‌آبرویی بوده. حالا هم دیگه کاری بهم نداره. سرم سود کشید. حوصله هیچ توضیحی نداشتم. گفتم آقای قاضی
من شاهد ندارم، جرمم چیه؟ حکمم چیه؟ تنابه داره، من مشکلی ندارم. اگه این خانم حالش با این کار خوب میشه، این بلا رو سرم بیاره. یه دفعه در باز شد، مدیر دفتر اومد تو و در گوش قاضی یه چیزی گفت و بعد قاضی رو به ما گفت ظاهراً یه شاهد براتون اومده. سر چرخوندم دیدم فرشته، همون که خونه انیس کار میکرد، توی چارچوب در وایساده داره با نگرانی داخل اتاق رو نگاه میکنه. قاضی اجازه ورودو که داد، دوید اومد سمت قاضی با گریه گفت آقای قاضی شهریار خان بیگناهه، به قرآن خواندادش بیگناهه. جلو رفتم، خواستم جلوی فرشته رو بگیرم و مانع التماسش بشم که قاضی گفت شما بفرمایید سر جاتون. بعد رو به فرشته گفت مدرک دارید خانم؟ فرشته سرش رو پایین گرفت و گفت تنها مدرکی که دارم همینی که براتون مو به مو جز به جز تعریف کنم چه بلایی اون رو سر گیسو آوردن. گیسو سرش رو بالا آورد و گفت این دادگاه برای کسی که اون فیلم رو پخش کرده تشکیل شده. نیاز نیست مو به مو و جز به جز بگی چه بلایی سر من اومده. با حرفش دلم ریش شد. خیلی دلم میخواست فرشته حرف بزنه که قاضی گفت خانم لازمه یه چیزایی اینجا گفته بشه. بفرمایید. فرشته آب گلوش رو قورت داد و گفت اون روز شقایق بهم گفت آماده شو باهات کار دارم، ولی نگفت چه کاری، چون میدونستن اگه بگن قراره یه بلایی سر گیسو بیارن ممکنه شهریار رو خبر کنم. متاسفانه اونقدر بی‌وجدان بودن که این اواخر چون به کارایی که میخواستن تن نمیدادم منو درگیر اعتیاد کردن. با من لجبازی هم زیاد میکردن. تا چیزی میخواستن نمیگفتن، به من مواد نمیرسوندن. منم از ترس آبروم میترسیدم برم از یکی و اون یکی مواد بگیرم. مجبور بودم به حرفشون گوش کنم، هر کاری که اونا میخوان انجام بدم. فرشته نفس عمیقی کشید، سرشو پایین انداخت و ادامه داد. شقایق به من یه آدرس داد و یه کلید. گفت میری اونجا رو مثل جشن تولد تزیین میکنی. یه کیک میخری میذاری تا ما بیای. وقتی که اونجا رسیدم معراج و عطا اونجا بودن، اما به محض اینکه در باز شد و گیسو وارد خونه شد رفتن توی اتاق پنهون شدن. شقایق اومد داخل آشپزخونه، گفت سریع آبقند درست کنم. یه کپسولم داد بهم، گفت پودرش رو داخلش بریزم توی آبقند و مقاومت کردم که گفت چیزی نمیشه. اما من نگران بودم. وقتی کاری که خواست نکردم لیوانو از دستم گرفت، تشر زد و خودش ادامه داد. به محض اینکه رسید میخواستم برم بگم نخوره، اما ترسیدم و تردید کردم. خواستم بیرون برم لااقل کمکش کنم که یه دفعه دیدم عطا وارد شد. معراج بی صفتم داشت فیلم میگرفت. شوکه شدم، زبونم بند اومد. کنجکاو نگاهش میکردم که ادامه رو بگه، اما سرشو پایین انداخت و گفت تا الانم که سکوت کردم فقط به خاطر این بود که شقایق گفت اگه کسی بفهمه میکشیمت. میدونستم این کارو میکنن. اگه جسممو نکشن روحمو شکنجه میکنن. ولی الان دیگه برام مهم نیست بمیرم. نه گیسو جرم کرده نه شهریار خان. اینا جفتشون قربانی یه اتفاق دیگه هستن. معراج بی‌وجدان کنان بچهش داره تو شکم من لگد میزنه. با هم کاری کرد که هیچ انسانی نمیکنه. تو این مدت اونقدر حالم خراب بود که اصلا سراغ معراج و شقایق نرفته بودم. اما من آدمی نبودم که جواب زخمی که بهم میخوره رو ندم. وقتی فرشته گفت میخواد همه چی رو جز به جز تعریف کنه تن و بدنم لرزید. احساس کردم شاید بخواد از اتفاقی که سرم اومده و من بیخبرم چیزی بگه. دلم میخواست بدونم که چه بلایی سرم اومده، ولی اونجا توی جمع صلاح نبود در مورد چیزی که کاملاً برای من شخصی بود حرفی گفته بشه. شهریار که از حرفای فرشته حسابی به وجد اومده بود جلوش وایساد و گفت خب گفتی همه چی رو کامل توضیح میدم، چرا توضیح نمیدی؟ فرشته برگشت و گفت من تا همینجاشو میدونم. بعدش هم تهدیدم کردن، گفتن باید بری بیرون. دیگه من نبودم که بدونم چی شده. سنگینی نگاه اون دوتا وکیلی که اونجا بودن و قاضی به علاوه شهریار بیشتر داشت اذیتم میکرد. این همه بلبش رو راه انداخته بودم که فقط به شهریار ثابت کنم که من آدم هرزه‌ای نیستم که با هر کسی بپرم. حالا مثل اسفند رو آتیش داشتم بالا و پایین میپریدم و دلم میخواست از اونجا برم. سرم گیج میرفت، چشمام جز تاریکی چیزی نمیدید. عذرخواهی کردم، خواستم بلند بشم و بگم شکایتی ندارم، اما همون آقایی که خبر اومدن فرشته رو داد
انگار یه خبر دیگه آورده بود. قاضی نگاهی به ساعتش انداخت و به در ورودی اشاره کرد. وقتی برگشتم دیدم عطا با پیراهن سیاهی که توی تنش بود و ظاهر پژمرده و داغونش وارد شد. نگاهش رو به صورتم داد. من چشمامو ازش گرفتم. قلبم داشت از جا کنده میشد. حس آدمی بودم که به یه چیزی فوبیا داره. حالا اون فوبیا جلوی روش قرار داشت. دستام میلرزید. میخواستم فاصله بگیرم. شهریار میخواست سمتش حمله کنه. اما پیمان زیر بغلش رو گرفت که جلوتر نره، اما نتونست جلوی زبونش رو بگیره. آشغال عوضی، بالاخره از نونت در اومدی؟ بیچارت میکنم بی وجدان. شهریار با حرفایی که پیمان در گوشش گفت ساکت شد و سر جاش نشست. عطا کمی چرخید و اومد جلوی پای من زانو زد. تن من به لرزه اومد و تا حالا عطا رو اونقدر پشیمون و پژمرده ندیده بودم. شروع به گریه کرد. گریه‌ای با صدای بلند. صدای حقیق گریه‌اش داشت قلب منو از جا میکند. بلند شدم که گوشه مانتومو گرفت و التماس کرد. گیسو، غلط کردم. گیسو، تو رو قرآن منو ببخش. قاضی بلند گفت آقای محترم، اگه حرفی داری بفرما، وگرنه بفرمایید برید بیرون. شما قرار بود بیاین و شهادت بدید و حرف بزنید. دستشو زیر چشماش کشید. همون جایی که بود وایستاد. شروع کرد به حرف زدن. نمیدونم چرا دلم میخواست منم حرفاشو بشنوم. توی تمام بدبختیام دلم میخواست فقط دل مامانم رو شاد کنم. معراج نامرد گفت بهم کمک میکنه تا یه کار درست دست و پا کنم، که از کارگری نجات پیدا کنم، مامانم خوشحال بشه، بگه که پسرش آدم با عرضه‌ایه. برگشت نگاهم کرد و گفت گیسو، مامانم منو نفرین کرد. میدونی چی گفت؟ گفت حلالت نمی کنم عطا. حلالت نمی کنم که گیسو دختر معصومی که تو اون محله همه عاشقش بودن و بی‌آبرو کردی. گیسو، مامانم منو نفرین کرد و فرداش دیگه نفس نکشید. فهمیدم مامانش مرده. یاد مامان خودم افتادم. دیگه کنترل اشکام دست خودم نبود. حالا شرشر میریخت. چشمامو به هم فشردم. آروم اشک از زیر چشمم پاک کردم. نمیتونستم حرف بزنم. حتی نمیتونستم نگاه کنم. عطا به پهنای صورت اشک میریخت و اشک همه رو هم در آورده بود. ادامه داد. مامان من مرد گیسو. مامانم مرد. ندید که پسرش داره به یه جایی میرسه که هیچ. حالش هم ازم به هم خورد و مرد. نمیتونست به شهریار نگاه کنه. معلوم بود که از اونم خجالت میکشه. اما اونقدر دلش پر بود که هرچی حرف میزد بازم وقت کم میآورد. سرشو پایین انداخت و ادامه داد. من از همون اول گیسو رو دوستش داشتم. هیچ وقت قصد اذیت کردن گیسو رو نداشتم. اما معراج شیرم کرد. بهم گفت شهریار حق تو رو خورده. بهم گفت اون دختر مال تو بوده. شهریار عصبی شد. دوباره داشت سمتش حمله میکرد. شهریار با عصبانیت داد زد. بی وجدان، نکبت، چه غلطی کردی؟ چه بلایی سر زنم آوردی؟ به قرآن اگه زنده ای از بیغیرتی منه که ولت کردم به امون خدا که حالا راست جلوی روی من وایسی بگی زن منو دوست داشتی. پیمان سعی داشت ساکتش کنه، اما شهریار بدجور عصبانی بود و فقط با حرف قاضی زبونش کوتاه شد. اگه یه بار دیگه نصب دادگاه رو به هم بریزی بیرونت میکنم آقا. شهریار ساکت شد و سر جاش نشست. اما عطا هنوز دلش میخواست خودش رو ثابت کنه و گفت به والله قسم قد ناورد نیستم بخوام به یه زن حامل دست راضی کنم. برای اون فیلمی که پخش شده، برای اون بی‌حرمتی و سوء استفاده‌ای که کردم، حاضرم شلاق بخورم. حاضرم هر حکمی داشته باشه اجرا بشه. ولی تو رو قرآن به من نگین متجاوز. آب گلومو سخت گورد دادم. جسارت به خرج دادم. رفتم جلوش و گفتم فکر میکنی تجاوز چیه؟ من توی زندگیم خوشبخت بودم. داشتم بهترین روزای زندگیمو تجربه میکردم. تو اگه واقعا دوستم داشتی منو ول میکردی به حال خودم تا خوشبخت باشم. من که بهت گفتم هیچ حسی بهت ندارم. نفسم بالا نمیومد. اما اگه حرف نمیزدم همه ی حرفا حناق میشدن. تو اگه آدم بودی نمی اومدی گند بزنی به رابطه من و همسرم. همه چی رو خراب کردی. باعث شدی اعتماد و حرمت بینمون بشکنه. مثل ابر بهاری زاری میکرد و گفت
من نکردم، به والله اونا خواستن. چه توجیه مسخره‌ای. اون موقع تو اونقدر برده و بدبخت بودی که نتونستی بگی نه من این کارو نمی‌کنم. اونقدر آویزون بودی که نتونستی نبگی. دلم نمیخواست ببخشمش. مگه من آدم نبودم که این همه بلا سرم آورده بود؟ به مرز جنون رسیدم، اما مگه میشد اینا رو نبینم؟ زندگی و روز خوشم ازم گرفته بود. از اون بدتر تهمت و بی‌آبرویی که درست کرده بود. میدونستم حرفام برای اینه که شهریار بشنوه، اما مگه اون حس قشنگ و عاشقانه‌ای که توی قلبم با شهریار درست شده بود و عطا ازم گرفته بود برمیگشت؟ نمیتونستم ببخشمش. چشمامو بستم، سعی کردم نگاهم بهش نیافته، اما اگه نگاش نمی‌کردم فکر می‌کرد هنوز ته قلبم یه جایی واسه بخشیدن داره. تموم نفرتم بیرون ریختم. توی صورتش زل زدم و گفتم حتی من هیچ وقت تو رو نمیبخشم. هیچ وقت نمیبخشمت. مادرت حق داشت تو رو نبخشه. اینو هم خوب میدونم توی این دنیا یه روز خوش نمیبینی. چون نفرین مادر میگیره، خدا اگه بخواد تو رو حتی شده سگت میکنه. اینو گفتم، ولی اینم میدونستم هیچ مادری از ته دلش بچه‌ش رو نفرین نمیکنه. تحمل موندن توی اون وضعیت رو نداشتم. دلم میخواست برگردم، اما قبل رفتنم سمت شهریار رفتم و گفتم دیدی اشتباه قضاوتم کردی؟ درست مثل من که اشتباه قضاوتت کردم، به تهمت زدم که تو فیلمو پخش کردی. ولی اینو بدون شهریار، من مطمئن بودم تو این کارو نکردی. کاش تو هم اونقدر به من اعتماد داشتی که بفهمی همه اون حرفا فقط یه تهمت ناروا بود. شهریار میخواست حرف بزنه، رفتارشو توجیه کنه، اما من دستمو جلوش گرفتم و گفتم دیگه حرفی بین ما نمونده شهریار. قدممو سمت بیرون تند کردم. وقتی جلوی در رسیدم وایستادم. برگشتم رو به آقای قاضی گفتم آقای قاضی، من آقای شهریار رستمی رو بخشیدم. نیازی نیست این پرونده رو ادامه بدی. منتظر جوابی نموندم و از در بیرون رفتم. این روزا بدنم ضعیف شده بود. سرگیجه همیشه سراغم می اومد. انگار یه آدم دیگه ای شده بودم. حس می کردم چندین سال بزرگتر شدم و این مشکلاتی که برای من پیش اومده بود، برای منی که هنوز 20 سالم نداشتم زیادی بزرگ بود. کمی توی حیاط قدم زدم. حس سرگیجه بلم نکرد. روی نیمکت نشستم. وقتی هوای خنک به صورتم خورد، یکم حالم جا اومد. منتظر موندم بردیا بیاد بگه اگه با من کاری نیست برگردم. ذهنم هنوز درگیر پیدا کردن کار بود. بعد سراغش میرفتم. واسه همین کمی عجله هم داشتم. یکم معطل شدم که بردیا جلوی در خروجی ظاهر شد. با دیدنش از جا بلند شدم، اما یهویی سرم گیج رفت. میخواستم زمین بخورم که جلو اومد و گفت چیزی شده؟ سری تکون دادم. نمیخواستم حرف اضافه‌ای بین ما رد و بدل بشه. گفتم خوبم، چی کار باید کنم؟ همینطور که تلو تلو میخوردم سمت نیمکت رفتم و نشستم. بردیا گفت یه لحظه صبر کنید. کمی دور شد. بعد از چند دقیقه با یه شیشه آب سمتم برگشت. در شیشه رو باز کرد، سمتم گرفت و گفت یه ذره بخورید حالتون جا میاد. شیشه آبو گرفتم و چند قلوب خوردم. بعد بردیا گفت فعلا کاری نداریم، ولی اگه میخواین شکایتی برای عطا تنظیم کنید من در خدمتتون هستم. سری تکون دادم و گفتم البته 100% ازش شکایت دارم. همینطوری که داشتم از دادگاه بیرون می اومدم، پهلوی پیمان رو سوراخ کرده بودم که منو ول کنه و هی قانون تبصره نیاد تا برم با عطا حرف بزنم. اما میگفت شهریار دنبال شر نگرد، بذار اون قانون خودش درست میکنه. با عصبانیت گفتم قانون میخواد چیکار کنه؟ 4 دونه شلاق بهش میزنه. بعدم این یه لاقوبا سر و مرو گنده میاد سر وقت زن من. نیشخندی زد و گفت با این کارایی که تو میکنی مطمئن باش گیسو اصلا دیگه ازت خوشش نمیاد. پوفی کردم و دست به کمر گرفتم و گفتم تا که گفتی قول میدی برگرده. گیسو عاقله. درسته، چون میدونم عاقله میگم بر نمیگرده. اون زمانی که گفتم ممکنه بیاد این رفتارا رو از تو ندیده بودم. مگه چه رفتاری انجام دادم غیر اینه که غیرتی شدم واسه زنم؟ به هم تشر زد. گیسو که الان زنت نیست، تو چرا اینقدر زنم میکنی؟ آهی کشیدم و همین که توی حیاط رسیدیم گفتم
گیسو تا ابد زن منه، اینو بفهم. هنوز حرفم تموم نشده بود که یهو دیدم بردیا سر شیشه آبو برای گیسو باز کرد. مغزم داشت سوت میکشید. اعصابم به هم ریخته بود. یهو مشتی به بازوی پیمان زدم و گفتم بفرما تحویل بگیر. وکیل واسه زنم فرستادی؟ حالم بد بود. داشتم دیوونه میشدم. با دیدن اون صحنه تمام انرژی که از گیسو گرفته بودم یهو از دست دادم. اصلا دلم نمیخواست یه مرد غریبه کنار عشقم حضور داشته باشه. وقتی رفتم توی سکوت، پیمان فهمید چقدر حالم بد شده. گفت شهریار، اونقدر خودتو اذیت نکن. بردیا فقط وکیل گیسوه. سری تکون دادم، ازش جلوتر رفتم. حتی از جلوی گیسو هم عبور کردم. دلم میخواست تا ابد نگاهش کنم. اما اون بی توجه به من داشت با بردیا صحبت میکرد. پیمان پشت سرم راه افتاد. وقتی جلوی ماشین رسید، من ماشین رو روشن کردم. بدون توجه بهش گازو گرفتم و رفتم. من چم شده بود. چرا اونقدر دلم گریه میخواست؟ اشکای پنهونی که این همه مدت نگهشون داشتم، حالا پشت فرمون ماشین تون تون میریختن. یعنی گیسو رو از دست داده بودم. گوشیم شروع به زنگ خوردن کرد. پیمان بود. میدونستم نگرانی که سراغ عطا برم، ولی من بیرگ نبودم. اگه سراغش نمیرفتم دیوونه میشدم. تمام نبضای بدنم تون میزد. اونقدر عصبانی بودم که اصلاً برام مهم نبود چی داره به سرم میاد. اگه ماشینای مقابل خودشونو مراقب نبودن، قطعاً یه تصادف خیلی بدی صورت میگرفت که قربانیش خودم بودم. سمت خونه مادر عطا رفتم. بچه‌ها داشتن توی کوچه بازی میکردن. پیاده شدم. همه بچه‌ها به صف شدن تا من رد بشم. یه سنگ از روی زمین برداشتم. هرچی در زدم کسی نیومد درو باز کنه. یکی از بچه‌ها جلو اومد و گفت کسی تو خونه نیست. عطا صبح از خونه رفت بیرون، دیگه نیومده. هیچ جوابی ندادم و سمت ماشین رفتم. اصلاً آروم نبودم. خدا میدونست که چه بلایی سر عطا می آوردم. توی ماشین نشستم، سمت خونه خودش رفتم. همون جایی که عشق منو بازیچه خودش کرده بود. از توی آینه ماشین پیمانو دیدم که داره پشت سرم میاد و تعقیبم میکنه. یه گوشه نگه داشتم و پیاده شدم. با غضب سمتش رفتم و گفتم تو چرا دنبال منی؟ ولم کن، بذار کار خودم رو انجام بدم. توی خیابون خلوت فریاد کشید شهریار، کار تو حماقته. اگه گیسو رو دوست داری این کارو نکن. اسم گیسو که اومد جا خوردم. انگار اسمش هم انرژی داشت. عقب کشیدم، به ماشین تکیه دادم. سرمو بین دستام گرفتم و داد زدم. آخه چطوری من ولش کنم؟ قیافه یه گیسو رو دیدی؟ گیسو همون دختره سرزنده و جذابی بود که اولین بار دیدیش. جلوتر اومد و گفت فکر میکنی عطا این بلا رو سرش آورده؟ بغضم ترکید و گفتم نه، من اون بلا رو سرش آوردم. اما عطا باعث شد که من اون بلا رو سرش بیارم. دستش روی شونم نشست و گفت شهریار، اشتباه خودتو قبول کن. الان اصلا شرایط مناسبی نداری. بری سراغ عطا، ممکنه بلایی سرش بیاری که دیگه جبران نشه. نفسی تازه کردم. اون لعنتی برادرم بود. چطور میتونستم بلایی سرش بیارم که جبران نداشته باشه؟ گفتم نگران نباش، بلایی سرش نمیارم. فقط میخوام باش حرف بزنم. میخوام بپرسم مگه من براش چی کم گذاشته بودم که اون رفت سراغ معراج و به حرف اون گوش داد تا این همه بلا سر زندگی من بیاد. پیمان کمی مکث کرد و گفت باشه قبول، برو. اما تنها نه، منم باهات میام. پیمان برام مثل موی دماغ شده بود. هر لحظه داشت بیشتر عصبانی میکرد، اما مهم نبود. از پسش برمی اومدم. توی ماشین نشستم. پیمان ماشینش رو همون گوشه گذاشت و همراه من راه افتاد. اونقدر بد رانندگی میکردم که یه لحظه پیمان دستشو گذاشت روی فرمون و گفت بزن کنار، من بشینم پشت فرمون. اونقدر راه نبود که بخوام نگه دارم تا بقیه این مسیر رو اون رانندگی کنه. گفتم باشه بابا، آروم میرم. نترس بچه سوزول. خنده یه ریزی کرد و صدای خنده هاش خراشی شد توی مغزم. اما من دست از رانندگی عجولانه و خشنم بر نداشتم. به همون تندی که خودم دلم میخواست روندم تا به خونه عطا رسیدیم. از ماشین پیاده شدم. جلوتر از پیمان راه افتادم و پیمان تند سمتم اومد و گفت شهریار، قسم بخور که کاری به کار عطا نداری. پیمان، تو رو خدا ولم کن.
تا قسم نخوری اجازه نمیدم بری داخل. با حرص گفتم نذار حرمت رفاقتمون خراب بشه پیمان. حرمت رفاقتمون خراب بشه بهتر از اینه که رفیقم به جرم قتل بیفته زندان. زندان چی؟ فقط میخوام بترسونمش همین. پیمان داشت تمام تلاشش رو میکرد منصرفم کنه. کلی پرونده توی دادگاه هست که سر همین ترسوندن اعدام شدن. از خر شیطون بیا پایین، به گیسو فکر کن. آخه احمق، تو نمیفهمی اون هنوز دوستت داره؟ با حرف پیمان جا خوردم. یعنی گیسو هنوز منو دوست داشت و من نمیفهمیدم. ذره‌ای به حرفش اعتماد کردم. نفس عمیقی کشیدم. شروع کردم به در زدن، اما اونجا هم کسی در رو باز نکرد. صدای ضربه‌های در باعث شد که همسایه کناریش بیرون بیاد. پرسیدم میدونید که عطا خونه است یا نه؟ آره، خودم دیدم که رفت داخل، ولی خیلی حالش داغون بود. یهو دلشوره گرفتم. به پیمان گفتم قلاب بگیر برم داخل. نوچی کرد و گفت دیوونه شدی شهریار. وقتی دیدم پیمان همکاری نمیکنه، پامو گذاشتم روی دستگیره در و بالا رفتم. از پشت در رو باز کردم. پیمان داخل شد و پشت سرش زن همسایه که فضولیش گل کرده بود وارد شد. سکوت خونه غریب بود. حد زدم عطا نشسته و داره برام مادرش سوگواری میکنه. اما وقتی در رو باز کردم دیدم عطا سرش روی یک کاغذه و از دهانش خون بیرون چکیده. دستام می‌لرزیدن. اصلا نمیخواستم بفهمم که چرا عطا اینطوری کرده. جلو رفتم که پیمان دستمو گرفت و گفت کجا؟ اجازه بده زنگ بزنم پلیس بیاد. دستمو از توی دستش بیرون کشیدم. با سرعت سمت عطا رفتم. نوشته رو از زیر صورتش بیرون کشیدم. بهت زده شروع به خوندن کردم. بعد مرگ مادرم این دنیا برام تموم شد. من فقط برای شادی مادرم میخواستم یه پسر موفق باشم به هر قیمتی، اما فکر نمی‌کردم بفهمه و کلی نفرینم کنه. من دیگه کاری تو این دنیا نداشتم که زنده بمونم. اشکام بهم مهلت ندادن. بعد اتمام نامه جلو رفتم. چندین بار عطا رو تکون دادم و گفتم پاشو بچه، این بچه بازی‌ها رو نکن. من خودم ختم روزگارم. اما تکون نمیخورد. با چشمای بازش به دیوار خیره بود. انگار داشت یه چیز رو نگاه میکرد. دوباره تکونش دادم و گفتم پاشو عطا، کاری بهت ندارم، فقط پاشو. فایده نداشت. عطا تموم کرده بود. همونجا نشستم. تن بیجونش رو توی بغلم گرفتم. اشکام مجال صحبت کردن رو ازم گرفتن. برادرم بود. حالا بی کس اینجا افتاده. توی کام مرگ رفته بود. فریاد کشیدم عطا، تو رو خدا پاشو. منی که به قصد دعوا اومده بودم اینجا، حالا از کرده خودم پشیمون بودم. نمیدونستم چی باعث شد که به این نتیجه برسه که خودشو تموم کنه، ولی اینو مطمئنم اگه حاج مسیب بین بچه‌هاش تبعیض قائل نمیشد، عطا الان زنده بود. نیازی نبود با این همه موش و گربه بازی زندگی هممون خراب بشه. حاج مسیب توی این دنیا این همه برا خودش آبرو خرید، اما دونه دونه بچه‌هاش به خاطر اینکه مردم نفهمن بچه‌های حاج مسیبن نابود شدن. یه لحظه چهره خوبی‌های بابام توی ذهنم خراب شد. انگار بت من شکست. من متعهد به قسم روح کسی بودم که توی این دنیا تنها کسایی که براش بی اهمیت بودن بچه‌هاش بودن. از دست خودمم ناراحت بودم که حرف بابام گوش کردم. کاشکی من اون رازی که قرار بود کسی نفهمه بهش میگفتم تا اونقدر برای رسیدن به خواستش تن به حقارت نده و در نهایت به بدترین شکل ممکن بمیره. حالا عطا هیچ وقت نفهمید که برادر منه، پسر حاج مسیب و کلی ارث و میراث قرار بود بهش برسه. برادرم تو اوج جوونی تموم شد. پیمان از رفتار من شوکه شده بود. با تعجب نگاهم میکرد و گفت شهریار، فکر نمی کردم اونقدر دلنازک باشی. تو که اومده بودی به قصد کشتنش. نفس عمیقم و پرغم بیرون دادم و گفتم مگه آدم برادرشو میکشه؟ با چشمای متعجبش که گرد شده بود گفت برادر؟ سری تکون دادم و گفتم آره برادر. برادری که اگه میدونست برادر ماست اون همه بلا سرش نمی اومد.
پیمان شوکه توی صورت من زل زده بود. نمیتونست باور کنه که این همه مدت برادرمو مخفی کردم. وقتی که نوجوان بودم آقام عطا رو آورد پیشم. بچه تر از من بود. بهم گفت عطا پسر خیلی خوبیه. میتونه کنارت باشه و کمکت کنه. با من کاری نداشت و همه کارم شده بود درس خوندن. اما گهگداری با هم به سینما و تفریح میرفتیم. هیچ وقت نمیفهمیدم چرا بابا اصرار داره باش وقتمو بگذرونم. وقتی بزرگتر شده بودم ماجرای برادریمون رو به من و معراج گفت. بهم گفت که انیس از این ماجرا چیزی نفهمه. خودت هواشو دورا دور داشته باش. تأکید کرد زیادی پرروش نکنی و از برادری چیزی نفهمه. حرفش منطقی نبود ولی منم فکر میکردم باید به حرف پدرم گوش میکردم. بعد مرگش از اینکه عطا شبیه ما نیست عذاب وجدان داشتم. اون برادرم بود. برای دوا درمون مامانش مدام باید التماس منو میکرد. من اونقدر بی‌وجدان نبودم که پول دوا و درمان مامانشو ندم. حتی گاهی یواشکی یه پول اضافه‌ای تو حسابش میریختم. بهترین ماشینمو دستش دادم تا توی رفاه باشه. نزدیک عید میبردمش. بهترین لباس رو میخریدم. تا اینکه دیدم به زنم چشم داره. با اینکه میدونستم گیسو رو دوست داره ازش گرفتمش. اما در مقابلش پولی رو دریافت کرد اندازه اینکه اون خونه مجردیشو خرید. درست اموال خودش بود. اما من که خبر نداشتم قرار این بلا رو سر خودش بیاره و ارثی بهش نرسه. اگه مقاومت میکرد و شرطمو قبول نمیکرد میگفت گیسو رو دوست داره شاید منم اونقدر عصبانی نمیشدم. اون عشقشو به من فروخته بود اما بازم میخواست دوباره به دستش بیاره. دیگه حالم از هرچی پول و دارایی بود به هم میخورد. همونجا قسم خوردم هر چیزی که از بابام دارم خرج خیریه کنم. دلم نمیخواد ذره‌ای از پول حاج مسیب قاطی پولای حلال من باشه. پلیس به همراه آمبولانس اومد. بعد از اینکه پلیس گزارش رو نوشت آمبولانس عطا رو برد. چشمام تا آخرین لحظات باریدن. حالا میدونستم چقدر بیکسی عطا دردناک بوده. وقتی خبر عطا رو به معراج دادم خیال میکردم خیلی به هم میریزه. اما عین خیالشم نبود. معلوم بود این بشر دلش از سنگه. روز خاکسپاری عطا رسید. یک خاکسپاری ساده که دل سنگ و هم آب میکرد. تک و تنها زیر بارون توی قبرستون، توی یه قبر کنار قبر مادرش، خونه ابدیش شد. توی یه لحظه تموم شده بود و حالا دیگه نبود. معراج توی مراسم شرکت نکرد. خدا میدونست فربود تو کدوم سوراخ موشی قایم شده بود. نه خودش بود نه خانوادش رو آورده بود. هیچ کس جز من و پیمان نیومد. انگار اقوامش از اینکه این کارو با خودش کرده بود ناراحت بودن. تا آخرین لحظه کنارش بودم. خودم توی قبر گذاشتمش. وقتی که خاک‌ها رو روی تنش ریختن دیگه باورم شد عطا برای همیشه رفت. کسی که فکر می‌کردم مسبب تمام مشکلات من بود دیگه نبود. اما فکر نمی‌کردم رفتنش قد منو به هم بریزه و داغونم کنه. خب عزیزای دلم این هم از پایان ویدیوی امشب. معذرت میخوام اگه زیادی دردناک بود و ناراحتتون کردم. من که خداییش همراهش اشک ریختم. به هر حال امیدوارم دوست داشته باشین و لذت برده باشین. ممنونم از همراهیتون. لطف میکنید اگه نظراتتون رو برام بنویسین. دوستتون دارم. خدا نگهدارتون.